سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت ها و خوبی هاش. واقعا همه ما و شما بنده خداییم، خدای خوب، خدای توانا، خدای قادر، خدای یکتا. و باید که موضوع بنده که به نام شکرانه است، هر یک تای ما و شما باید شکرانه کنیم و شکرانه را امروز انشاءالله ما برای شما یک کمی هم باشد شرح میتیم یا که اطرافش صحبت بکنیم. اولا شکرانه گفتم ما و شما دیگر این کلمه ای نیست که ندونیم، زیادتر در همی فارس و عرب همی به نام شکرانه است استفاده میبرند. شکرانه یعنی قدردانی یک نفر، شکرانه قدردانی یا نعمت شناسی یا که حق شناسی، زیادتر همین است. انا ببینید که پروردگار خداوند یکتا چنان نعمت های زیاد داده برای هر یک تای ما شما، فرق نداره مسلمان هستی نیستی، نعمت خداوند برای تو هست. مسئله شکرانه شب روز اگر ما شکرانه کنیم، شکرانه خداوند به جا آورده نمیتونیم. اما ما امروز میخواهیم مسئله شکرانه را به جامعه، به فضای تاجیکستان مقایسه کنیم که ما را زیادتر چی میگن؟ شکرانه کنین، اما در دوامش نمیگن که شکرانه ایکی کنین. شکرانه ایکی کنین. اولا من یک چند مثالی عقلانی میارم. مثالی عقلانی. خب نگاه کنین، یک بار شاید که کم نفر باشه که تجربه کردگی باشه در حیاتتون، یک بار شاید بعد از سخنهای من همین چشم است که چشماتونه بندین یک متوقت میکنین، یک ماه چشماتون نبینه، یک متوقت میکنین، نمیتونین به فکرم خیلی کردن این تجربه یک ماه را، یک هفته چشماتون نابینا ور، یعنی اختانه در جای یک نفر که هیچ دنیا را نمیبینه، که روشنی را نمیبینه، در جای همون مونه میتونین. اگر که یک هفته هم قیم باشه، یک روز باید بتونین، یک روز یک رول میگن که در نقش آدمی نابینا بازی کنین، یک روز یا که اقلا یک ساعت همین خیلی یک حالتی در میشه که باور کنین حتی یک ساعت یک مینوت اگر شما چشمتون نبینه دنیا در نظرتون تنگ میشه. این ما برای چی مثال میارم؟ برای که ما انمی چشمون میبینه کنین، از شما مرا دیده استین، من شما را گرچه نمیبینم در پیشم نیستین، انمی ده مورا انمی نعمت، انمی باید مورا مجبور کنه وادار بسازه همین چشما که ما ای خداوند تشکر بگیم یا که شکرانه خدا را بگیم، قدردانی ای خدا بکنیم. شاید بعضی بگوی که من میگم، شاید یک روز در یک بار 10 بار میگم، این کمه، در یک روز 1000 بار بگوی، 1000 بار بازم کمه. من 4 مصرع اینجا میگیرم. من به تو دم قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موی، صد شکر یک شکر تو را بجا نتوانم کرد. ابو سعید ابوالخیره، همین 4 مصرع یک جا خواندم در یادم زد، شاید یگان حرف شب پرتفتم، اما برای شکرانه میگه ای بزرگ یا یکی دانشمند اسلامی، یا یکی یک تجربه گکنین، همین گوشه که در گوشتون یک هفته یک چیزی بزنید که نشنوین، در نقشی آدمی نشنوا میتونین، یک هفته نتونین، یک روز که بکنین، یک روز بعد میفهمین که گوش چیه و شکرانه ای کجا بکنین، با کی را بکنین. یا یکی دست، نبینین هر دستای ما هست، پنجم هم هست،
نمی یک روز یک تشه، دو تک نه یک تشه حساب که کار نمیکنه چه خیلی میشه؟ یا که یک پاها. نگاه این مثالای عقلانی رو آوردم که ما اولین درجه در همه حالت همه وقت فقط شکرانه خداوند بکنیم. شکرانه خداوند. این مخلوق همیشه که تشکر بگوی اگر یگان خوبیت کرد فقط تشکر میگوی. تشکر یعنی که خنونده میگن که رحمت تشکر هم استفاده میبرن. اما شکرانه فقط از یک ذات است. از یک ذات است که همه ما و شما را آفریده و بغیر از این با ما بازگشت ما به طرفی وی. یک چیز دیگه هم هست که خداوند نیاز احتیاج به شکرانه ما نداره. به شکرانه ما احتیاج نداره. به تعریف ما احتیاج نداره. به زاره، ناله، گریه، عبادت، نماز ما احتیاج نداره. شکرانه میکنی برای خدا میکنی. اگر شکرانه هم نمیکنی ایران به ضرر خطای. از قرآن اگر بگم چند آیت های است که پروردگار ما و شما را دعوت به شکرانه میکنه. سوره بقره آیت 152 است که پروردگار میگه که استعیذ بالله فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یادی مرا بکنین من یادی شما را میکنم. شکرانه مرا بکنین کفر نعمت نکنین ناشکری نکنین که این عذابی لشدید عذابی ما بسیار سخته. یا که کفران نکنین. همین نفری که بعضی همین دانشمندان میگن که نفری که از همین بدنش همین تن سالمش که نعمت زیادتر در وجود انسانه هر کدامش درای خطا استفاده برد و کفران نعمت میشود. اما آیتی که واشکروا لی ولا تکفرون شکرانه مرا بکنین کفران نکنین ناسپاسی نکنین. همین چشم دست پا خداوند در چند جا ایو را یاد میکنه ما شما را که بفهمیم که الم نجعل له عینین دو تا چشم شما را کی داد و لسان و شفتین زبان گویا را به شما کی داد. قدر شکرانه یا که حق شناسی از کجا باید بکنیم. بله شاید خطا هم باشد. برای همین هموطنان و بینندگان گرامی شکرانه را به ذات پروردگار باید بکنیم و بندش شکرانه هیچ وقت کردن در کار نیست. حتی همین خودش کلمه یک نیوداب نیست. بگوی که شکرانه فلانی همین خودش همین کلمه نیوداب نیست. میشه که رحمت بگوی تشکر بگوی. حدیث هم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مادرمون عایشه روایت میکنه که شب روز عبادت میکرد. حتی پوچوش میگه ورم میکرده است. مادرمون عایشه گفته است که چرا گناه اول و آخر تو بخشیدگی تو معصومی بیگناهی چرا خودت غم میتی قدر عبادت میکنی؟ پیامبر چیش گفت؟ گفت ما بنده شکرگزار خدا نباشم. بنده شکرگزار خدا. یعنی که اینا ببینین ما پیامبر هر کسی مسلمانه در صف یکم بهترین بالاترین شخصیت میشمونیمش و حسابش میکنیم قبولش داره. ما یک چیز دیگر هم همینجا بگم. ما یک نام موندیم به برنامه‌مون انسان و ناموس. انسان و ناموس. بهترین مخلوق خداوند انسانه. بهترین مخلوق خداوند انسانه. و بین این انسان ها بهترین انسان با پیامبرای میدونین نه؟ و بین پیامبرها بهترین پیامبر ما و شما حضرت محمد مصطفی علیه السلام بهترین پیامبر. انا ببینید که او قدر بگیم که بنده شاکر خدا بود. یک صفت خداوند شاکره یا که الشکور میگن به عربی. اینجا من چند تا نوار دارم عکساشون هست در شما.
اما را دانه به دانه میمونیم انشالله مختصرا اطرافشون گپ میزنیم که اوید به موضوع ما های ربط داره به یک برادر جا نوشته واشکرولی ولا تکفرون. شاید که به تاجیکی و که به روسی خیلی باشه اما آیت قرآن هم خیلی است. یک بار میخونش با فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. شاید من خطا کردم اما در نوشتگی برادر خیلی من ندیدم. من عربیش خوندم ولا تکفرون. خب به هر حال من خب یک برادر نوشت زنگای تلفنی را انشالله بعد از صحبت تمام کنیم انشالله قبول میکنیم. نوار یکم شکرانه یک لحظه زندگی کنید. شکرانه یک لحظه زندگی کنید. شکرانه کنید که در این دنیای هستید خدا تعالی ما شما را هست کرده است. هستید اگر نباشید چی؟ هستید اگر نباشید چی؟ شکرانه کنید. شکرانه کنید که هستید اگر نمی بودیم چی؟ وای بر حالمون. اگر نمی بودیم چی؟ حکمت از رحمان رو یاد بگیرید. پند و نصیحت از رحمان رو یاد بگیرید. خب این در برای شکرانه بود رحمانوف. اصلا رحمانوف اینجا بیچاره گپش بخنده بود. چرا این بیچاره را مذاق میکنین؟ در گپش خنده مونده. ای برادرمون شناختنش نوردین ریزایی این مسخره کده می بیچاره 70 در رفته خوب گنده نمیدونم میره چی بخیل کرده. در گپش خنده مونده. صاحبی صغیره نبیره چبیره کوسه تای کوسه بولوی کوسه شیده یخی نباید خیلی مذاق کنین را مسخرش کنین. اون بیچاره مهنت کرده به ورق گپ زده که شکرانه یک لحظه زندگی کنین. به ورق گپ زده مهنت کرده این را باید خیلی مذاق نکنی. آخه ما شخصا ما هوادار یا که طرفداری سخنهای به ورق رحمانوفم که مثال گپ زنم و بخندم باولش. اما این بیچاره را این برادر نوری یک کاری که خو مسخرش که اولی خفهم خش اکی نور کم تر پیشه شاید خفه شده باشه طرفداراش خفه میکنین شما هم ترش میکنین. اینا ما سفید کردیستم. اینا با نگین که تو دوی مینوسای رحمانوف میگه اینا بیچاره رو مذاقش کردن. من چیکار کنم؟ مذاقش کردن در گپی خنده موندن. آدم میگن که خنده بکشیشه ازدواجش نکنی. ایرا خوب گنده چند میلیون انسان در تاجیکستان گویا دوستش میداره. ایرا پیشواز میگیرن. ایرا قدر روی دست میگیرن. بسیار کاری خطا کرده‌اند. خیلی در دوام گپش میگه که اگر نمی بودیم چی؟ ای همین گپش در برادر نوری به حالش خندید که نمی بودیم هیچی. این گپی معنی چخور داره برادر نوری و هموطنان رحمانوف. شما خیلی کم نبینین این 28 ساله در سر قدرته 28 کتاب نوشتگیه. 28 کتاب شوخی نیست. 28 کتاب شما فکر کنید هر سال یک کتابی قرآن ما و شما در 23 سال تمام شد. قرآن عظیم شان 23 سال. اینا شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی در 30 سال من خطا نکنم خونده بودم 30 سال در تمام شده. به شاهنامه فردوسی یک کتاب قرآن یک کتاب. مردک در 28 سال 28 کتاب نوشته. اینا باید احترام کنی. خودش در یک سخنرانیش میگه که میگه من در یک کتاب خواندگی بودم که نه خیلی گفتگی بوده. خودش هم گپ میگه. خب هر حال گپش معنی چقدر داره هموطنان عزیز. اینا میگه که اگر شکرانه یک لحظه زندگی کنین اگر نمیبودیم چی؟ خیلی نمیبودیم هیچی. اینا ما مثال ازی هر یک تا شما خودتون تصور کنید که در زیر خاکین. در زیر خاکین شکرانه کنه نمیتونه. اینا دیدین معنی چه خیلی هم تای خوب میره که چقدری فکر که گپش معنی داره.
به حالش خواندن در کار نیست. شکرانه یک لحظه زندگی کنیم. نه تعریف کردم امام علی را، خرسانش این طرف داروش دیدیم. نوار دیم خب یارا بافیم که شناختین حمد کیان اویله صنعتکار. همینجا من یک چیزا میخوام بگم که زیاد نفرها میخوانی گپ از و بسیار می نویسن، میخوام بشنون درباره غیبت. غیبت میگن که گناه نه، فقط خیلی نیمچه ملاها یا یکی هم خیلی نیمچه مسلمان ها وقتی امام علی را گپ میزنی یا که یک نفری که مشهوره یعنی که همه میشناسش گپ میزنی، در ذهن او میگه شما غیبت کردید. و درباره غیبت یک علاوه صحبت انشالله میکنم، دلیل فکت میارم که غیبت کی درسته کی درست نیست، یعنی یا غیبت ندارن، منظور فهمیدین. و علاوه صحبت میخواد که من دلیل بیارم. گفتی بک صبورای بک ظهور غیبت گناهی کلانه، این ما قبول دارم، اما مسلمان ده، بله مسلمان ده غیبت درست نیسته. اما این نیمچه ملاها یا که نیمچه مسلمان ها فقط در رحمان و فیگپ میگنه، در نتری بعضی ها در مسئله سرایانده ها. من سرایانده ده بله چسبیدم، سرایانده ده کار میگیرم، دکتر ده کار میگیرم، مدرسه ده کار میگیرم، معلم ده کار میگیرم، پرزیدنت ده کار میگیرم، وکیل ده کار میگیرم، دهقان ده کار میگیرم، تورمچیکا ده همه ده کار میگیرم. اینا من بگم و امی هر یک نفری که خچه مسئول میدونه، خچه آبادگری وطن میدونه، خچه فرزند این ملت میدونه، خچه فرزند این ملک میدونه، خچه انسان یکم درجه انسانه. موضوع ما برنامه ما نامش انسانه. خچه انسان میدونه ناموس داره، باید در تمام اینا کار بگیره، در تمام اینها. یعنی که تک تک یارو من نامش نگیرم. سراینده ها ما هفته گذشته صحبت داشتیم ولی هم تمام نشده درباره گپای ما. نفرها را شناختین، مادر دختر 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 مامای سوریا. آخ پیر شدی بحثش که سرایندگی را پرتاخی امروز پگه میمبری به نفقه نمیره. 64 گذشتی زنها باید ای 59 بروه. وزارت فرهنگ یک نظر که وزارت فرهنگ معلمه زلفیه دولت زاده وزیر فرهنگ یک نظر که سین سالش به نفقه رفت رسیده و خیلی مامای سوریا یک بچه 28 ساله 30 ساله را گرفتی و معنی را نداره. تا جوانی تا باید که سرود بخونی بره، یعنی که تو مردن تا غیر از این دختراش از این سرود چون به موضوع ما ربط داره. اما ما درباره یا باید دیگه چی بگم، یعنی که مقصد هدفی ما درباره سراینده ها صحبت کردن نه، اما یارو ما مثال میارم و سرود چون به موضوع ما ربط داره. اولا شکرانه کردن، پیشتر گفتم که وطن برای چی ما شکرانه وطن کنیم؟ در همه جای ما در دیگه وطنم زندگی دارم، زندگی خوبه، زندگی خوبه، ما شکرانه وطن کنم و شکرانه خداوند کنم که در هر جای هستی سالمی سلامتی خوبه. شکرانه خدا کردن در وطن نمیشنوه شکرانه تره. ای نفر قدردانی میکنی که او بشنوه میندار شوه، نمیشنوه وطن شعرشون معنی نداره. غیر از این درباره امام علی هم خوندگی بدن، یا سرود به نام تمه ارزی، همه چیز تمه ارزی، فقط چیزای با خوبی ها که در دنیا هسته اما دا میگه تمه ارزی، در بدی ها تو نمیارزی. اینا یک سال 2017 همین 3 نفر مادر دختر از صحنه محروم بدن.
یک دو سال نمیدونم یا چی خطایی کردن که خطابیشون فقط به رحمانوف دخل داشت. در یادتون باشه یک صحبتش در مومای سورایو گفته بود که 2017 وقتی که پسری به نام امام علی داشت 16 سالگیش در وفات کرد. 2017 گفت که همین سال اجازه چون دادن نمیدونم چی زورای کردن یا که چی گپ شده بود، اما چیشون تمام شده بود، بگیم که نفرت امام علی تمام شده بود، سراکش اجازه چون دادن در مرده کودکش شعر خواندن، سرود خواندن، کنسرت دادن، گفتن که به خاطر یادبودی کودک ما. شما تصور کنید. و در اونجا امام سورایو گفت که امسال بسیار وزمینی برای ما اومد، اما یک سبکی هم اومد، یک خوشحالی که ما با روی صحنه برآمدیم. یارا اجازه دادن که دیمورا به صحنه بیان، یارا صحنه دور کردی بدن. شما میدونید که هر سراینده ای نباشه کم تر یک به خطاوی راه بده در چشم رحمانوف و از صحنه محروم میشه دیگه. او به کدام سال یا که به کدام ماه او را خودش میدونه رحمانوف، دیگر کسی نمیدونه. به هر حال ما چی گفتنیم؟ سخنی ما مخصوص بین این مادر کمپیر، سورایو کمپیره، بین کمپیر با دختراش آب روی ما را نریزونین، آب روی ما را نریزونین، این را فراموش نکنید. شما بخصوص همه سراینده ها بگیم که آب روی ما را ریزوندن، بخصوص این 3 نفره آب روی همو شهرشه، نامش نگیرم خوب نیست، آب روی شهرشه در عموم آب روی تاجیکستان همیو ریزوندگیان. شما میدونید که لباسایی که ایو میپوشن، دیوانگری و احمقی و فسادکاری که ایو میکنن یگان سراینده نمیکنه. با یا بونه خیلی نمونه میگیرن، خیلی یکم یا که چی میگنش پیروی حساب میکنن، آب روی ما را یا میریزونن ما و شما را. هموطنان عزیز، دو طبقه انسان ها، دو طبقه طرفدار نمی سراینده ها، دو طبقه. یکمش نفرایی که از دین دوره، از دین و اسلام دورن، چی دختر باشه چی پسر. طبقه دیمش نفرایی که شهوت پرست، نفس دوستوره، اسیری نفس شه، غلامی شهوتن کو سراینده را دوست میدارن، پشتی ها را میگیرن که یا باشن. بله باشن. این از من میگم که وزارت فرهنگ زلفیه دولتزاده هر سراینده ای که وقتی که صحنه میگیرن موزیک هم تشکیل میکنه، سرود میخونه، تا اولین کاری میکنی پرس کو در کجا خونده، اینستیتوت صنعت خونده یا که نخونده. اینستیتوت صنعت با شکل ظاهریش با لباساش تو نگاه کن، تو با سروداش نگاه کن. وزارت فرهنگ ایجا وزارت داخله هم دخل کرده میتونه، میفهمین؟ وزارت داخله باید که وزارت فرهنگ در همکاری با وزارت داخله تمامی سراینده ها را نظارت کنن که یا از خود میگذرن، میفهمین؟ از خود میرون. در دنیا ما و شما را یا چیشون میتن، تاجیکستان یک هندوستان میگن در پیش چمتون چی میاد؟ دیوانگری، نمین رقص بازی ها. ما هندوستان نیستیم، ما فرهنگی دیگه خیلی داریم. یا آبروی ما و شما را به نمی رقص بازی در دنیا ریزوندگی هم. رحمانوف با کدو، برای کارتوشکا و پیازش که تاجیکستان این همی چیزا داره، این فرهنگ تاجیکی، این همی رقص بازی، این همی کارتوشکا و پیاز. با میگم که با دمره، دایره، تاولک دوتارتون فرهنگ ما را در دنیا معرفی نکنین. من شخصا این کار راضی نیستم. باور کنین این خطای کلانه که فرهنگ یک ملت با اون هم با میگم که ما را سربلند میگن، تاجدار میگن، با کرچکا و پیاز رقص بازی معرفی کنین. یا 3 نفره شبنم، سورایو و فرزانه، اینها چنان فسادکار، چنان بگیم که با کارهای حرام دست میزنن، دست سروداشون با گپای حرام، با لباسای حرام که باور کنید بعضی دخترها تقلید میکنن با یا بعضی دخترای تاجیکستان اونا مسلمان با یا تقلید میکنن. شما میدونید که پیروی، شما کی پیروی میکنین؟ یا صاحب ندارن این سراینده یا نظارت، ولی کمیته دین داریم، کمیته دین تنظیم. یا را چی با تنظیم نمیکنین؟ سروداشون رو تنظیم کنین، سروداشون، لباساشون رو تنظیم کنین. این را حتما بکنین. مونادی که در گذشته گفتیم برای رقصه هاش، یا را حتما بکنین. شما آبروی تاجیکستان در دست همی دادگین، همین حکومت آبروی مردم در دست همین سراینده ها دادگی که
همیو میبردوننش همیو میفرورنش همیو اما خیلی بگن که ایگی جای تاجیکستان شبنم ای تاجیکستان ای نه همسایت تو نه میشناسیش همین گپا بگن مورا چی با ما بعضی وقت فخر میکنیم که سینا باید داشته باشیم یا که سینا داریم سعدی شیرازی داریم رودکی و خیام چی با بعضی وقت خیلی میگیم وقتی امون گپا را میگیم که هم خیلی من میفوره باید در مقابل سعدی شیرازی و خیام و رودکی و سینا سرونده ها را رخشانه بگیریم باید یا پیشنهاد می‌کنم که نظارت شوند سرآینده ها نظارت شوند سرودهای بمانی بخونند لباسهای بمانی پوشند اکی یا بس نمیکنن ما میدونیم که آخر زمان در طریق فحشا زیاد میشود اما تنظیم پیشنهاد من همین است که وزارت فرهنگ وزارت کارهای داخله و کمیته دین همین سه ساختار این سرآینده ها را باید تنظیم بدارند و تنظیم که چی خیلی سرود بخونن چی خیلی لباس پوشن ای سه اویله یا که سه نفر ما گفتنیم که یا کمتر فکری مردم فکر آبروی ملت بکنن باور کنین ما سخت نفرت دارم به سه نفر به خاطر این کاری حرام شون به شخصیت شون نه به خاطر این کاری حرام شون که ما را بسیار شرمنده کردگیان و دیگه سرآینده هم همچنین سرآینده ها باید که یک فکر کنن که چون یک کار خوب باقی مونن نه اینکه بعد این مردنشون گپ میزنیم با یک خیلی نفر شاید نمیفوره که میگه بعد از مرده ای پشت مرده گپ نزن وقتی آدم خوب باشه کسب خوب داشته باشه یک عمل خوب ای خودش باقی مونه بعد از مردنش یعنی بعد از دنیا گذشته او را ما چی میکنیم تعریفش میکنیم میگیم خدا رحمتش کنه آدم خوب بود یا که کار خوب داشت یا که نه عمل خوب باقی مون نه که آدم بعد باشه برای دنیا ما برای چی بگیم چیش بگیم خیلی با فکرم که فهمیدن سرآینده ها ما باید که شکرانه وطن کنیم میخوام که من شما شکرانه کنیم چیزی که شکرانه کنیم حوض زیاد میشود وقتی که آدم شکرانه کردن گرفت نقطه نظرش دیگه میشد فهمیش دیگه میشد کمبودی یعنی بهبودی دیدن یاد میگیرد کمی انسان یعنی خوبی انسان دیدن یاد میگیرد بدی انسان به خاطرش نه نیکیش به خاطر داشتن یاد میگیرد بیاید شکرانه یکدیگر کنیم من شکرانه میکنم که همین ویدیو ضبط کرده هستم من شکرانه میکنم پروردگار همین عقل داده است که من همین سخنان گفته استادم من شکرانه میکنم که پروردگار همین تنی صد داده است شکرانه میکنم که من تاجیکم شکرانه میکنم که من در همین سرزمین تولد شده هستم من نه از میفهمم برای چی خداوند من تاجیک آفرید چون که من به همین ملت در کارم من نه از میفهمم چرا پروردگار در همین زمان من آفرید نچه همین زمان به من در کارم هر یک من شما همین برای همون از تقدیر ننالید از دولت ننالید از خویش و تبار گمانبر نشید از یار و رفیق ننالید از کارتان ننالید از راهبرتان ننالید اگر که شکرانه کنید معنی سر شما دیگه چیز قبول کردن سر میکنه شما بهبودی کارتون رو میبینید آینده کارتون رو میبینید شما میبینید چقدر توانا شدن هزاران با شکر من شکر شما میکنم که شما یکی از بهترین هموطنای منید که این ویدیو گوش کرده استادید چرا که شما یکی از پیشرفت‌ترین مردمی هستید که عقیده شما پیشرفته است که این سخنهای من گوش کردنید سخنهای برای من سخنهای من گوش کردن دلی بزرگ داشتن در کار برای که این ویدیو گوش کردن مهنت کنی وطن آباد کنی این جوانمردی در کاره فهمیدید برای که این خیزی از همه یکدیگر بخشیدن گناه یکدیگر گذشته صلوات گفته آینده ساختن این بزرگی هست این بزرگی کلان است عقل بزرگ طلب میکند من شما من شکرانه شما میکنم شکرانه این دولتمو میکنم شکرانه خلق عزیزم میکنم من هزار بار شکر میکنم که پروردگار من تاجیک کرده در همین سرزمین آفریده شکر کنیم بودگیش به میشد با شما بردباری آرزو دارم در تگ این ویدیو لایک موندن خاطرتان نبرارید همین ما از شما منتدار میشم و هزاران بار شکرانه شما میکنم که همین ویدیو یارو رفیقتون بنشونید اینا دیدین خوابی را وقتی میشناسین عکسش هم هست سید مراد دولت یک نفر
ویدیو زیاد میکنه، تاجرای بیزنسمنای خیلی پیامش اینا ما گرفتیم در همه نشون دادیم و نگین که را با دیده چسبیدی نگین اینا گفتش که خیلی گپش دیگه با نیاز به تحلیل ترجمه ندارن، خیلی گپش معنیش زور بدن در تگ ویدیو لایک همونین و این ویدیو را در همه تقسیم کنین. اینا ما خیلی لایک مونده نمیتون در تگ ویدیوش، نه که این ویدیو را در دیگران نشان دادم یا که آوازتر رسوندم. من اینجا چند گفتنی دارم به یا ایدنگی کتاب داره که سید مراد دولت ما 28 سال شکرانه کردیم، 28 سال. رحمانوف ما یاد دارم ما وقتی که بگیم که میشناسم رحمانوف دعوتش فقط به شکرانه بود، فقط شکرانه کنین که در این مملکتین، شکرانه کنین که تنجای، شکرانه کنین آبادای، شکرانه کنین که از این بد نشیدای. یعنی خطی ما را به همین دعوتش به همین یک ما در قرآن ملاها، طالب علم ها، دانشمندا میدونن تفسیر میگن در قرآن برای که یک آیت فهمیدن تفسیر میخواد، شرح میخواد، تحلیل میخواد. مثلا بسم الله نمیره باید که تو شرح بتی به نام خدا، به نام یگانه، نمیخواد باید شرحش بتی زیاد، یعنی تفسیر میگن. همین رحمانوف همین شکرانه را در همین تمام ناحیه‌ای که میرفت شرح میداد، تفسیر میکرد. فقط شکرانه کنید. همین گپ زیاد دیگه این نمیدونیش یا که نمیدون دیگه برنامه نداشت. ای سید مراد دولت گفته که شما شکرانه کنید که در این سرزمین ما خدا میدونیم که برای چی ما را در این زمان آفرید، برای چی در درین تاجیکا آفرید. اینا میگه ما همیشه من میدونم میگه و شکرانه میکنم و از شما طلب دارم که شکرانه کنید که برای وطن آباد کردن دیلی بزرگ در کره، برای بخشیدن یکدیگر دیلی بزرگ در کره. ما خلاصه کردم سخنوی ده که همون قایگاش مون که بگه که همین امام علی رحمان بهترین شکرانه همین را بکنید. همین قدر ما از سخنوی فهمیدم. دیگه مسئله درباره سید مراد دولت. دیگه مسئله 25 مارس 2020 امام علی در وقت اوج کرونا ویروس خوجند رفت، نوروزی را ای 21 سر کدک شروع کرد. 4 روز نوروزی گرفت در خوجند در ولایت سوخت از ناحیه سپیتامین. همین شهری همین شهر باشه که نمیدونم ناحیه دهه سپیتامین دیدن کرد از همین جای زادگاهی سید مراد دولت. این تاجر بیزنسمن در همون جای سپیتامین در همون زادگاهش یک گرمخانه کرده. پرنیکش میگن، چی میگنش بروسی؟ در داخل همو پمیدور بود، علف ما میگیم نتری زیلین کبودی هم خیلی شنوندگی بود. بعد در پشتش پیشوای معظم خشومدی قدر تغورا در کارتشکا ریختگی قدر پیاز قدر قلنفر، یعنی که خشرو کرده همو چی را اطرافی چیشه گرمخانه شه. امام علی رفت اونجا، صورتاش با فیلم دیدگی. ایران هم خیلی خشومدی همو استیل خطی نشان داد که ما همین کارا کردم و آینده باید زیادتر میکنم، آباد میکنم وطن. امام علی نمیدونم رحمتش گفت یا که نگفتش. به هر حال ما به این گفتنیم که از تو خوبتراش، ای تو زورتراش، ای تو سمدورتراش، دانشمندترا در زندانن، در زندانن، تاجرن در زندانن و یخیش در تای خوکه. تو میفهمی؟ تو با علمی که تو داری من ندارم، این ما باید بگم سوادایی که دانشی داره. کتاب نوشته، چند کتابی درباره سوما دوست بدارین یا که دنیا را ایخت کنید، خیلی چند کتاب نوشته گه. همین سید مراد دولت نگاه که همون قدر همین میفهمم میدونه، اما افسونی رحمانوف شدگیه، افسون هم میفهمه، یعنی در جادوی رحمانوف غلطی ده نمی سید مراد دولت. ولی مگر پیسخش نگفتم من ایره یک هشورش کردیستم عقلش در کار بدرویه که تو روزی میشه که شکرانه نمیتونی کرده، در پشتی پنجره میره زندانت میکنه، امام علی با کسی رحم نمیکنه، ترا استفاده میبرن. برای همین سید مراد دولت شکرانه کردن بگیم ما شکرانه هیچ کارم من نمیکنیم، اما فریفته نشه، فهمیش درک احساس داشته باشی، میشناسی اگر همین رحمانوف با این دوده نشه. ما اگر از زمره مؤمن های کامل شدنی اگر باشیم، ما باید در این لحظه گفتی پیامبر نازنین باید صبر داشته باشیم، باید شکرگزاری کنیم، باید به هر یک هنگامه ها از اینجا در هر کل آوازه های دروغ است
امروز میبینید چی سخنهایی را بسیار برادرای عزیز و این چیزها داده نشده. علل خصوص همین بسیارتر همین شبکه ها را میبینید، هر یک دروغ ها، هر یک مقصد سخنهای بی اساس در رسانه هاشون مثال گفته میگذارن که مردم ما بسیارش به امنا دادن خیال اونها که همین رسانه ها همه شکل دیگه حقیقت دارن. نه برادرای عزیز، حقیقت فقط سخن الله است، حقیقت سخن پیغمبر نازنین است که ما مثال در اینها حقیقت در اینجا است. حقیقت از اون شبکه ها و از اون مقصد کانال ها و از اون گفته هایی که مثال بسیارشون یقین است که اونها غرض دارن، اونها بدبین هستند. در این خیل حالت برادرای عزیز و گرامی انسان باید هنگامه نکند. انسان باید که هر یک گونه مقصد مردم در تهلکه و در ترس ناندازد. پیامبر گرامی وقتی بیمار خبرگیری میرفت میدانست که وی هلاک میشود، لیکن چی میگفت؟ میگفت از خدا امید است که ان شاء الله تو شفا میابی. یعنی در این لحظه ها ما باید دلبرداری کنیم، در این لحظه ها باید در قوت یکدیگر نیستیم، در این لحظه ها دست یکدیگر را بگیریم. این روزها برادرای عزیز و گرامی همین روزها هست. در یک آوازه ها و در هر یک هنگامه ها ما باید برادرای عزیز داده نشویم. خب ایرا با فیلم که خوبتر میشناسین، یاردمچی امام علی اوید با مسائل دینی میرزا مراد ابرانو ملقب به حاجی میرزا. آوازش با فیلم شناختینش؟ کم کم گیزاله میشوه حاجی، کم کم گیزاله میشوه. امو کی وریای یوسف رحمان دادستانی کل پروکورور گنرالی هم وقتی که نام ما را میگیرن در پیش یا در اونجا با فیلم های پیشش میبرویم سخت قهرش میکنن. یاد دارین یک چیز من اینجا یادآور بشم هموطنان عزیز، یکمی ایولی 2019 در ژنو شویتزاریا بخشیده با 116 هم بود یا که 126 اجلاسیه کمیته سازمان ملل یا که حقوق بشر بود. نماینده های حکومت تاجیکستان هم رژیم با سرداری یا که راهبری یوسف رحمان در اونجا اشتراک کرده بودن در همون ژنو در شویتزاریا. در یک سال چی کنفرانس بخشیده به 126مین سالگرد سازمان ملل حقوق بشر بود. در اونجا از حرکت سیاسی گروه 24 هم برادرای ما اشتراک داشتند با رهبری برادرمون نورالدین ریزایی، برادرمون خرسند نجمیدین و ابوذر خواجه‌زاده. در اونجا با فیلم برای شما اون وقت ویدیو کردم، گفتم بودن که یوسف رحمان چند قدر ما را دید دست پا خورده شد، دیگه گپاش ابو میکرد، نمیدونست که راهش کدام طرف کنه، چه خیلی گپ زنه، چه خیلی دروغ بگه، راست گفته نتونست. همین حاجی هم همین کارا کردسته. نوارش کمتر پیش درباره همون چیه کرونا ویروس بود یاد داشته باشین. شخصا من گفته بودم که ویروس در تاجیکستان هست، نوروزی نکنین. سازمان ملل گفته بودش، وزارت سازمان تندرستی جهانی گفته بودش، دیگر مخالفین، دیگر هموطنایی که میدونستن گفتن که نکنین نوروزیتون در تاجیکستان ویروس هست. پورا در یم موزه میموند امون رحمانوف امام علی در خوجان نوروزی را گذران. این حاجی وقتش دادگیان یایی که شاید که شانسش دادگیان، یعنی که آزاد زیلیانی یوتیوب در کانال داره، نمیدونم در هفته یک بار یا که دو بار ویدیو میکنه میپرد که تماشا کنید. حاجی میرزا نوار میکنه که تماشا کنید، یعنی که گویا که این خدمت به دین کرده است. بیچاره شاید هوس داره، خیلی چی داره، دلش میکشه که یک خوبیه یک حق بگه، همین فکر ده هست، اما این باید که فراموش نکنه. حاجی میرزا تو فراموش نکن، در پهلویت هم فکریت هم راهیت به نام سیراجدین بود، ولی دور نرفتیم، 10 روز شد ایوی که با وهابی با اخوان المسلمین استاتیا زدن شنوندنشون ایوش نمیگم. این همی سیراجدین رنگ خودت در یوتیوب بود، هر هفته ویدیو میکرد، خدمت به اسلام میکرد با گفت خودش. اما چی کارش کردن؟ او یکون کاری بد نکرد، آخه نسبت به رحمانوف حتی خیانت نداشت، تعریف های رحمانوف میکرد، در سوال جواب ها ویدیو میکرد در یوتیوب میموند، بردن 5.5 سال شنوندنش.
هم از امو هیچ فرق نداری. ما اینجا چند نواری که پیشترک داشتی حاجی میرزا، از اون جمله 5 اکتبر 2014 تو نوار کرده بودی درباره گفتی گروه 24 گروه 25 30 چند دینا باشه، اگر ناآرامی تاجیکستان بخوان داشته باشن نیت ناآرامیشون و ناکام بشن دیگر گفته بودی در رادیو آزادی گفتی نوارت هست. بعد از او رسی آمدی با همی کار کردی گروه 24 25 نه حضرت چیه یک افراطیان نمیشه این کار نمیشه. من نگاه پیشنهادت میکنم، من گپاتا برای چی مثال میارم که در یادت بزنه و دیگران بدونن که من اجازه را یگون گپی سخت نمیگم، اما چند تا پیشنهادت میکنم، یعنی که رنگ یک کمکت میکنم. تو علمی خوب داری به فکرم، علم از مدد دانش زیادتر داری حاجی میرزا، از مدد علمی دانش زیادتر داری، چه نیمه فهمش نداری. ایرا بدون چه نیمه فهمش نداری، درک نمیکنی، آدم شناس نیستی. اگر بشناسی نمی رژیم بشناسی تا دوجه 1 ساعت نمیسی در تاجیکستان. من یک پیشنهاد پیشترک کرده بودم در نوار پیشینم که ملاها داملاها حضرتا ایشان حاجی ها یا خاموشی را رعایت کنین یا از وطن بروین. نمی دو کار کنین. شما دوجه نمیتونین که بگن که فقط درباره خشتومن کیلین خسر گپ میزنم، هیچ که هیچی نمیگن. نه این گپ هم میگن. نگاه کنین همین شما را اجازت میتن که بروین گپ زنین در یوتیوب یا که در دیگر خانه ها. یک روز میان یک ورقه کد میتن میگن نمیرا میخونی، این نمیرا بگی در نمی نوارت بگو. تو با نش میتونی گفته؟ نمیتونیش گفته. و بغیر از این حاجی میرزا همین داملا سیراجدین بردن، تو میدونی که پشتش کسی نخست. برای چی؟ حتی هیچ کس در حقش دعای خیر نمیکنه. برای که بازیش کردن، رژیم بازیش دراند، ترامپ همچنین بازی دراندستان. من برای چی از درباره گپ زدستم؟ به خاطری که بسیاری ها تو باور میکنن تو گپی را میگوی خیال میکنن که حق همی درست میگه، همی راست میگه. من برای همون میگم اگر نفری باشی کسی نشناسد من درباره تو گپ نمیزنم. غیر از این تو یاد داری که پیشنهادت کردگی بدن چند بار پیشنهاد کردم دیگرها که بیا مالزیا کشور اسلامی، مالزیا چرا نرفتی؟ مالزیا برای اونجا دم تو یک هجرت. نگاه کنید دیگران میدونن اما ملاها زیادتر خوبتر میدونن که هجرت با پیامبر. نگاه کنید وقتی که فرض شد پیامبر مجبور شد که هجرت کرد. صحابه دیگر بزرگا در وقت ساعتی که زندگی میکردن در دنیا هجرت میکردن به خاطر چی؟ ای ظلم، ای شکنجه، ای ظالما دشمنا یک مدت ترام هجرت که یک پیروی پیامبر میشود. غیر از این با میگم که نمی ویدیو کردن میگیری که در یوتیوب روز ترام میبرن میشنونن این را فراموش نکن. ترا اول ما او هفته گفته بودم همین ملاها را همه تمخیل میکنن. اول شما را بازی میدرونن، یعنی در نظر مردم شومتون میکنن که وقتی برن زندان تون کنن دیگران بگن خوبشون کردین. این همین طرفداری شما را میکرد، چاپلوسی میکرد، برن زندانش کرد. برای همین حاجی میرزا بیا کیلن خسر خشتامان داماد یک طرف مونیم یا برآمدوتا قطع که بگو تمام ما از این روز بعد این فکری خطایه، هیچ کس را حق نداره که ای من کنه فکری خطایه. بگو که من فکری خدمه تصمیم خدمه که ما امروز به بعد ویدیو نمیکنم، ای پای زندگیت بشه یا که از وطن بیرون برو که باور که ترا میبرن میشنونن. شوخی نداره. اونا گفته استم که چندین نفر با استاتیای سلفی، وهابی، اخوان المسلمین این اخیرانش یاردمچی امام علی اوید با مسائل دینی سیراجدین هم بردن شنوندن. رنگ خودت ویدیو میکرد همین گپای خود میگفتی همون گپا رو میگفت. فهمیش نداری حاجی میرزا، فهمیش درک نمیکنی، شخصیت نمیشناسی، همین رژیم خودت نمیشناسی. برای ما ایرا آخران بار انشالله باشه، آخران بار که دیگه نگم، دیگه به خداوند میسپارم و فقط میگم که
майли зидди гурӯҳи бисчоргап мезанӣ, зидди ма гап мезанӣ, гап биза, аммо ай Раҳмонов пиштибонӣ нака ки дар нафрати халқ гирифтор мешавӣ. Амира фаромӯш нака. Ай Раҳмонов пиштибонидории гапот ҳамаш ҳамун маънира дора. Ай Эмомалӣ пиштибонӣ кардӣ хор мешавӣ, мардум дига бовар ки чанд қадаре бигӯӣ нафратшон зиёд мешавад, гапҳои сахтат мегӯянд, баъд обрӯд ози худаш қариб ки 50% обрӯд резондан обрӯдта медонӣ не? обрӯи тра резондагӣ ай ҳукумат. Анаму бо амушам гум мешавад. Барои аму коре ки обрӯд, ҳурмат, иззатат кам нашавад. Амира дониста бигир. شکرانه تینجی آرامی آزادی نمی کنی 1000 مراتب شکر گفتن آمدن یک بیان بیاریم روزهای سخت و سنگین سالهای 90 کدام ممان خانه خویش و اقربای خودمان از یک ناحیه به ناحیه دیگر میرفتیم کدام ما در جنازه یک خویش و اقربای در دیگر ناحیه دوردست بوده رفتن اشتراک کرده میتوانستیم کدام مسجد و مدرسه کار و فعالیت میکرد اولا که شکرانه کنیم که ما دولت داریم ما دولت تاجیکستان عزیز و محبوب داریم وطن داریم استقلالیت داریم آزاد هستیم تقدیر خودمان را در دست خودمان است ما یراق هسته‌ای دیگر قدرت‌هایی و این نداریم یراق هسته‌ای ما قدرت و توانایی ما در یراق هسته‌ای ما کدو است بایمیجان است پامیدور است دمرد دایره تولک است بله یراق هسته‌ای ما همیه رقص بازیه خب دیگه اول دعوت میکنه دیگه تهدید میکنه چرا میگم ما شکرانه وطن نمیکنیم اول هیچ دعوت های دویم تهدید میکنه فراموش کرده میگن او تانکا و بیتیر دبالی سرت میوره گران تملیت دبالی سرت میوره او فراموش کردیم شکرانه میکنی یا که نه نگاه کنین دعوتش با جنگ های ایره او افراطی میگن کو یا که سخنو اغوانگیز این همی سخنوش همو های اول دعوت دوره که شکرانه نمیکنین به این صفو دیگه میگه که فراموش کردین او سالهایی که با یکدیگر رفت آمد نمیکردین دروغ گویی شبیه میگه که در سالهای جنگ مسجدها بسته بودن کدام مدرسه ها باز بودن میگوی که امروز در تاجیکستان امروز یگان مدرسه باز نیست یک 2 سال پیش محکم کردن همیشه غیر از این گفته سعی که در جنازه یکدیگر رفتن نمیتونستین میگه خیلی امروز هم اما در خارجه زیاد هموطنان ما که در هجرت میمبره جنازه‌اش کی میروه یا که برعکس در داخل میمبره پدر مادرش در خارجه فرزندش در جنازه‌اش رفتن نمیتونه سبب مهاجرت تشیدی بو شکرانه کنه بگه که من در مهاجرتم تاجیکستان تنجه یا که پدرم هرچی سالمه یا که زنده های شکرانه کنه در اخیر میگه که ما خیلی یراق وای ای نداریم ای وای شما نمیدونم چی معنی داره ای به وای زندگی کردن نمیتونه یراق هسته‌ای ما میگه چیه کدو پیاز مکرون لبشه سیب نوک انار خیلی وای دیگر گفتی وزیری سابق معارف در اینجا اگر که نومیرو باشد چیه برادرایی که برای زنگ اومده باشن مرحمت میکنین اویدی موضوع من چند سوال اینجا نوشتم هر برادر که زنگ میزنه انشالله که اویدی سوال ها باید جواب بگه اوید به موضوع سوال های آسانه 4 تا های نمره رو تکرار میکنم +49 176 328 60 573 برای تماس در یک سخنرانیش امامعلی در کدام ناحیه به جیهون بود یا که غازی ملک بود یادم نیست زنکا را جمع کرده در یک جا
میگرده میگه که او سخنای بیورق هم میزنه. ما چی میشم ده واقعا او میگن که راحت میکنم. میگرده میگه که شکرانه سرزمین کنین، منم میگه نیشیبی ها، منم نیشیبی ها. این خیلی رم اون نیشیبی میگه، این خیلی رم نیشیبی میگه. میگه که مردک یک تون کرچکه میبره، یک ماه نمیه. میگه در بجایی راه هموار شده یک دوشنبه بریم. هم گپ شده شما خنده نمیتونین کرده. اگه جو فهمیدو کدام مردک بود دایی گپش رسید در پرزیدنت میگین که اومالی هیچی درک نداره کو. هم خیلی بعضی میگن نه ای پشتش گپ نزنین، او گپ شما را نمیشنوه، تماشا نمیکنه. او اگه جو فهمید که یک مردک زنش گفته که ما برام که راه هموار شده، یک تون کرچکه رفت گرفته برده، یک مونه اومد و یک مدت جو زندگی کرده، یک مدت جو زندگی کرده. باید تون کرچکه نمیدونم اگر چند سو میشه 300 کرچکه نمیدونم چند سو میشه، خیلی بگذار که 10,000 سومون شده، $1,000 شد، $1,000 شد. با $1,000 یک ماه میتونی که در اونجا اگر که کوارتیر بگیریم حسابش کنیم اجاره یک خانه در بستی میتونی. من فکر نمیتونی یک ماه، یعنی که یک آدم خب اگر خیلی بتونی بیا اگر اکنام خودی زندگی کنیم شاید که یک ماه میشود. نیکو خود چیکار میکنه او در یک ماه نه دوشنبه در رفت یک ماه نیومد چیکار میکنه او یک ماه یک تون کشکر برد در چند روز میفروشه یک تونه خیلی در روز فروختش. من نمیدونم این گپا رو یک جا میگیره کدام مردک این سیری داخله میگن چی میگن سیری خانه های برده گپش بود در عملی نقل کرده که من زن گفتم که ما برام که راه هموار شده رفته یه مونه اومد. ما که یک بینم همی کامنتاری های فیسبوک خیلی شد که ندیدم تو یکون زنگ شده نه که یک بار ببینم در فیسبوک چی خبره در زیر نوار. این یک گپی گرم داشته باشین در مسئله حاجی ها را میگه که حج میان پوانده و سوم پرتویان این را نمیدونم کی نقل میکنه کی فریبش میکنه. یک برادر به حد فتوای سخت داده میگه شکرانه بغیر از خداوند کردی آدم کافر میشه. نه آدم کافر نمیشه و ما پیشتر گفتیم که شکرانه از خداوند اگر که ما بکنیم با یک بار دو بار 100 بار 1000 بار تمام نمیشه و یعنی که همه خداوند نعمتش ما نمیتونه که با یک گفتن ادا کنیم. شکرانه اساسی چی را میگن گفتم که مثال که همین دست اینمی دست باید که با کار خطا نروه، نمی دست چیزی بد نگیره. میفهمین دست اینمی شکرانه کردن اینمیه با زبان گفتن این شکرانه نیست. این زبان گفتن مانندی که اون میگوی مسلمان الحمدلله این هم قای شکرانه اساسی. شکرانه میگن که 3 نوع میشه و بزرگای ما و شما قولی، قلبی، فعلی. زبانی، قلبی. با قلب یعنی که همین نعمتهای خداوند قبول داری که نعمتهای خداونده و عملی گفتم که در عمل مثلا ایمی چشم باید چشم نظارت کنی که خیلی بیسوی باید نمونیش، گوش را بیسوی نمونید، زبان باید نظارت کنی، کنترل کنی. اگر از ما اینا بعضی در نمیفرکم وقتی که حکومت میگن که میگن نمیشه مسلمان نیست بعضی بعد خفه میشه نه که نفره که در عدلا شعبه های کارهای داخلی باشه امنیت باشه که در داخل زندان ها ایو بریم بپرسین که چند قدر شکنجه میشه انا او وقت بعد میگن که این حکومتی ها مسلمانند یا که ما در مملکت مسلمانایم دیگه او وقت بعد میفهمی. برای برادر نوشته که آدم شکرانه خدا را بغیر از خدا دیگه کس شکرانه کنه کافر میشه. نه خیلی نمیشه. ما گفتم که امی شکرانه با خداوند کنی کلمه اداب نیم خوبه ای بندش ای مخلوقش
باید که تشکر بگوی. یک کسی خوبیت کرد نمیشه او را نگاهش نکنی، باید تشکرش بگوی. قدردانی میگیم خدمنده، رحمتش بگو، میندارم. این خیلی میشه نه که موزی همین جای نمون ملاش تاجرش یا کنه سرایانده در ما فقط چی میگن؟ شکرانه کنین. شکرانه چی را در دامش نمیگن، آخه شکرانه خدا کنین یا که ای بندش، یعنی ای خالق کنین یا که ای مخلوق. میترسن که بگن شکرانه خدا را کنین یا که ای امامعلی را میترسن. برای همون ما چی میگم؟ باید شکرانه خداوند بکنین. شکرانه خداوند ولی ما گفتم که برای چشم برای هر یک اعضایی که ما داریم اگر که شب روز شکرانه خداوند بکنیم بازم کمه. او شکرانه بنداش یا که بخصوص شکرانه تنجی و آبادی را ولی بعد میکنین یگان وقتیگه یگان سالیگه وزیرش را باید ما شکرانه خداوند بکنیم. اینجا با بعضیا حاجی میرزا رو اینجا بعضیا طرفداری حاجی میرزا به دستیان. ما گفتم پیشترک، ما گفتم که نه تنها حاجی میرزاش، اونها شبنم سوریا فرزانه و این سید مراد دولت، این نفرایی هستند که اینا را با یک عده تماشا میکنه واقعا قهرشان میکنه، واقعا طرفدارشان بگیم که بلچکشان قهرش میکنه، پشتی میگیرن. این حق دارین، اما ما گپی سختشو نگفتستم. ما شما را گفتم که ما حق داریم که ملا تاجر سراینده نمیدونم ملیسه را وقتی کاری خطاشون دیدیم بگیم که این همین کارت خطای اکا ما سورای همین کارت خطای بابای حاجی میرزا همین گپا درست نیست، ترا یک روز نه روز پلپیچون میکنن. ما یک گپ باید بگیم. خب گفتیم که خیلی طرفدارش ای و واقعا همین گپ خطای نفری که طرفدارشی کو گپ خطاش انت قبول میکنی. اینا ما میدونم. برای چی؟ برای تمام احترام و اعتقاد کردگی دیگه گپ خطاش هم چشم نمیگیرش. الو و علیکم السلام. شکرانه خدا. بله برنامه ما به نام انسان و ناموس و نام موضوعمان شکرانه. میشه و نمیشه خیلی نشیده که نیک خیلی کما نمیدم موقع چی بگم برای که همین کم میگیم با این گفتن نشیده است. نمیشه با گفتن میشه او خودت نمیفهمی برادر. با فکرم که گپای ما چقدر قای رژیم ده سخت میرسه گرنی سخت میرسه یاده گپای شما را که گوش میکنم همین خلق در کمیتر میبینی فقط شیشه هم غیبت کده شیشتن میگه خیلی اگه از غیبت یا اون کار خیلی خیسته رفتن در کار همه کسا بگیم ما را زندگی اون رو بود که نوکوی او همین وطن مردم بزرگ شده گیم هیرین خبی همه کسا یا روز مساحت میم دو ساعت شب بگیم هم 10 سمالی میشه چند ساعت در میشه همه کسا برای نوکوی میستیم اینجا دیگه هر یک دنیا چی برامده پیدا شب برامده همه ما همونجا فقط شخص را کده شیشتن همین خلق همون رو خشون کن که نبگن اگر همین بخواهن که آیندهشون سوز باشه خیلی بگیرم مساحت کن همه کسا 10 سمالی جا کس نیم بریم خونه میگردیم در بدار مردم و خیلی همجا ده یک کارته ده 20 نفر خواه یک کارته ده 10 نفر خواه تلفون کارتی فقط کارشون همز قیدوزی و علک پسی بوزی را همجا گلک شده گیان معرفت کلون خیلی بخیردم دایدون زندگی شوان و خطوجتون بران حالا بقطان بگیرن یکون آدم سوز همونان بگیرن حالا زندگی را پیش بریم و خواهیم روز ما تماشا کنیم به مراد آزادی هم که ما 20 تا زواد کیلو داریم حوز کیلو قیمت چیده ما برای چی حوز موی را باید بفروشیم که وطن آباد کنیم 20 زواد کیلو را فروخته استان کیلوش هم که وطن ما هیچ پیش نرفت است خلق همه خوشنردی و هم خوشنردی هست همون را رادیو آزادی را گفته استان شوخی خیام را میگوی حالا بگی بکر حالا وطن آباد که خود نگو که من میفروشم و وطن آباد میتون میگم نیست من ندیدستم 20 سال شده ما دانه رسیم فقط میگم میتونم که وقتی ما وجود نشد ما برام کنم
یا نمیدونم من چی بگم اخوی بچه‌ها رو کامنتاریاشون آوازی تماشا کردم من نیم ساعت خطا گوش کردم بچه‌ها رو تماشا کردم ما خشم هم دیدم گرب زیستانه بچه‌ها یادم خطا گوش ندارم رنگم من نمیدونم اون حیوان بود همش عقاط میکنه که بیعقل برام من آره همین رو کانکر نکردم نکارو خیلی شما گفتیم محمد اقبال بیچاره میگه ما خشم مخشون آمده در سایتون نوشته شیشتن یاسین جون عروس جون گپه حالا خیلی میتونم تلفن کنم من 10 میلیون شیشتم گفتم گوش کنم که اون کس تلفن میکنه یادم تلفن نکیستن مجبور شدم که خیلی تلفن کنم ای از این کانال شاید که ما دیگه برشت با فیلم میکنیم شاید ای کانالی پیشتره بدیم اونجا کانالش چی بود در مردم زیادتر بود پیش چشمی مردم شاید ای کانال اونقدر خبر ندارن البته نه یک چیزی بود برادر من گپ قد میکنم بخشش یا هم پیشنهادی مردم خودش بود که زنگ قبول کرد اما ما موضوع ما گفتم ای ما گفتن ای دیگه زنگ میزنم فکر خچون ما کامش میفهمم دوست 5 سال 6 روزه گفتید من 5 سال 6 سال که بخیر سال نرفتن سال یا میریم سال یا نرفتن سال آیندهش میریم نه سال 2021 اومده نمیدونم مگه چی بگم اون شما او حکومت یگان چیکار خواهد نیست که خواهد باشه که به همین مردم گفته است گپورا محمد اقبال نگفته است مردم گفته است خرد نگفته است مردم گفته است باید به معنی خواهد بگیرم خطبی 2 میلیون در آسیا خطبی 1 میلیون شبگردونم بیارم میگم بگیریم نه کارخونه بانو میخواد در تاجیکستان اگر کو کارخونه بود در قشلاق کار میوی در همون قشلاق کار میوی پروست حکومت همش میدزده همه دزدیده همه دزدیده نمیفهمیش همه جین دورانه بانو میخواد که خود کاربر حکومت همش جین دوران میگناسم بیل جین دوران دام جین رو طریقا نمیزنه می جین دوری که میگه پورا میزنه ورا همش بیان ماشین مختم کردن داغ دو خوندم نکن میتونی که بس سوس شو تری او آکشون خونی گم کردم شما دیدن خونی فرموش کردم بودم خلق صبح نمیکنم من 2 سال همونجا بودم هیچ نفهمیدم فقط باید من یه ایلوش کنم که با ما دیگره یک چهار بخورم یگون پیشروی نیست این فقط جان میکنی با هم استا باشی میوری بعد از چی کار نمیم بچه‌ای که در مغازه پیچوریچکو برو چی کار میکنه و میروند دیگه میشینن در خونه‌شون که راسیه بویشم و راسیه بیدم برادر در آخر من سوال بسیم چه خیلی اویدی موضوع 10 سوال که کنم خب اگر 4 سوال همش هم میتونم یکم آیا حاضر هستین که یگان اعضای بدن تا بفروشی اینا میخواد مثال بگم که چند پول برای چی بفروشم اعضای بدن من خیلی مثال هسته که در دنیا زیاد نفره هسته که میفروشن یگان جای اعضای بدنشونه برای پول مثال بگیم که نه 1 میلیارد دلار میته یک نفر میگه یک چشم تا یک دندون تا یک دست تا اگر هم دنیا را بکنم یک نخون من نمیتم یکی برای وطنم جون نمیتم بانم خیلی گریان میامم تماشا میکنم شما را کو شما باید خلق باید همون خگوش کردن نباید بخیزه برای و تاجیکستان من نمیدونم چی که دوانی گولا کوینم همون سال 90 اسمش هم هاشم یک کلشنه رفتن من خدم این همی سالی 91 92 میگه او خونه شو برای در استادیوم میوادن موده را میریختن بگی که غرمیو کشتنشون او غرمیو نکشتن او وقتش کشتن خلق لو بخیزه برای و همون جنگ تشکیل کردن همه او گفت رو باید سینف 5-6 بده من نه سینف 4 ما بودم تویر آوده جابور هم روز ما گوش کیسه آدم تویر آوده جابور قطیس بلخصوص ساتی را لیش نه رایونی ما اومده اگر در سوخوزی ما نقلی 6 تاگه خلقه که بیایم یکون جنگ تنگ نکنیم بخیزیم وطن در شعبات کنیم نکی همون بیچورو گشتن رفتن همون را اوجه شپکنیشون را سر کدن غمتیشون را سر کدن همه شاید هم کروی همی خیلی من نمیدونم یه چی بگم این هم کلاغه هسته یا که بگیره وطن رو بودتا یا که بگیره جور خولیک نه اگه اون دارم به عقب یک کار کنم یک سوال نزنی با اینی ملت رو میگن گب نزنی وطن جزیر میشه بود چی داره وطن جا نمونده این قرق مونده همون شان تقسیم کشیدن یک سوال دیگه برادر یک سوال دیگه
شکرانه خداوند کنیم، ای وطن کنیم، ای پرزیدنت کنیم، ای کدامش کنیم؟ خداوند تاگه که ای حرکت ای ما برکت. خداوند نگفته که پیش جدا تلفن خود شکرانه کنم جمع شما را بگیرم حالا عبود کنم. همین حرکت کردی برکت شما میبینی. نه ما درباره شکرانه گپ زدم برادر که یعنی شکرانه بعضیا شکرانه پرزیدنت میکنن یا که شکرانه وطن میکنن. از من موندم که نوار موندم. شکرانه ما را تماشا کرده استم. شکرانه او گپای او اکم میگه او شکرانه نمیشه. شکرانه قطعی تو بلک تصویر کرده نمیتونی. باید تو خلق سیر کنی بعد اون момент که شکم سیر باشه میگه شکرانه خداوند شکم سیره تنی که من شکرانه پرزیدنت کنم. اما همون رنگ موری و دمای اوخی پرسته که نه 10 سالی اوخی 10 سالی بیامه چی 10 سالی بیامه چی نمیشه چی اوخی همون گرفتن کردن اوخی هم بیزنسمنوی همش کمش کی در یه مملکت ها یا که محکمه او همش بروران همون ترکستان نویشون تا بانوی خدا در یه سوکو و 10 میلیون دیگر همونجا کار میکنه ای بغرز خلق خدمه پرسته نمیکنه او بیزنسمن شده دیگه بیزنس دیستن تمام دیگه اون کار نکستن اگه بگی اونا شو برای در قشلقو کار کرده ای براتان اوخی کمی وقت قدیم ده چکو میکردن بیل لگوترم میگرفتن ناموجه قشلقش ده اگر کاری میکرد شهرش ده اگون شهر هم نبود اوخی خوزی دیگه بگی که فقط زبطافکر فقط چیه همه اون چیزایی که حق قشلق در کار نیست که حق قشلق زمینو را یه آدم ورده 100 هکتار اوخی کلی تخته آنها شو برای ای 50 دیرم گز یاد نمیشه همین پسه نی 10 ساله فقط 50 دیرم هست خوبچه او 90 سومون بود کلی تخته 50 دیرم بود خوبچه او 200 سومون میشه که دیرم هست دیگم نمیشه برای همون آدمی زندگی شدن در براکا بله فهمه خدا نگهبان برادر عزیز. سیم سوال بیا. آیا شما شکرانه خداوند کردین یا که نه؟ من شکرانه هم اینترنتون با فکرم چیه؟ ضعیفه؟ اینترنتی برادر ضعیف بده. الو الو سلام علیکم. و علیکم السلام. چخیلین برادر سازین؟ شکرانه خدا شما خوب باشین. رحمت تشکر. برادر همین درباره چاپلوسا یک فکر میکنم فقط این سامولیات یک تا باشد اینا را میگیرن باشن یعنی من حیرانم. کدام چاپلوسا؟ داخل؟ طرفدارای این حکومت. منظور تو وقتی که رحمانوف از وطن میگریزه یا را نمیگیره همین خیل؟ بله نه یا در خونشون اشتگه با فردا میدن در آغوشی تو میپرن یعنی قچاقه ما میگیم اچاقه میگیرن میگن برادر جون خیلی ما را بفهمده براتن و طرف خود میگردن او چی ندارن او در وقت منصرف نکنیم. درباره موضوع ما تماشا کرده یا که گوش کرده استی؟ یکون گفتنی نداری در مسئله شکرانه؟ راستی گفت حاضر کش شدم راستی گفت. خب اگر دیگر برادرها را اگر قبول کنیم انشالله با تماس داریم. خب بخشیش. خب خداحافظ. اون برادری که چیت قطع شد اینترنتت خفه نشه خودت قطع شده اینترنت خودت عیب داشت. الو سلام علیکم. شکرانه خدا شما خوب باشین. خدا همه وقت سال باشین.
شما را گوش میکنیم. در پخش مستقیم یگان گفتنی داشته باشه. مرحمت. در پخش مستقیم یگان گفتنی داشته باشین اوید موضوع ما. مرحمت گوش میکنیم فکری شما را. برادر خود یک کم تماشا کن اوید موضوع با خبر بشه بعد زنگ بزن انشالله با صحبت میکنیم. ما درباره علاج هسته. ما درباره شکرانه گپ زدیم. چند تا نوار موندیم که از امام علی سر کرده تا دوملا میرزا، دوملا سید مراد دولت، سراینده ها ما را به شکرانه دعوت میکنن. اما ای کی شکرانه کنیم ایش نمیگن برای ما. مقصد چیه؟ نفهمیدم. مقصد چیه؟ مقصد یعنی ما شما اینا میخوام بفهم که امی ما را دعوت به شکرانه میکنن. چی باید دعوت به شکرانه میکنن؟ اگر ما شکرانه نکنیم یعنی چی گناهکار میشیم؟ نخیر بچه کو قدر اوقی امی شرطه امی اگه پا ده بور تکرار کردن گیریا کرد کدام گپا؟ امی مردم که چیزی بدم همون بشه اوقی وقتی مردم که نبزی نبوشه چی بود اما که مجبور کردستیم مقصد چی بکننده چی میگم امی کور در کور نیسته کدام کار؟ خب خود در راه پاهی ما برادر قطعی صحبت کنم نمیتونم. خب نمیدونم در کدام فضا قرار داره چی گفت. خود ما راستی نفهمیدم که چی میگه و چی مقصد داشت. راستی نفهمیدم. بعضی هموطنی هستن که الو 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 سلام علیکم. و علیکم السلام. بله برادر عزیز. شکرانه خدا. مرحمت برادر. در پخش مستقیم گوش میکنیم شما رو. روزی همین زنگ روزی که زنگ زدن این کادون بود که انیق که همون طرفدارای پیشگوشون بود همین نفس کشیش ویختیش میکنی که ما همینجا گفتم امیر یک خاطی رسان میکنم که با شما زنگ زدین او را هم زنگ زد دوباره نباز زنگ زد استه هموطنا میگن که قطعشون گپ زن میگن. من مجبورم که با این پیشنهاد را بگیرم. اساس من قدر حواس ندارم. من نمیگم که من بحث کردن نمیتونم گپ زن نمیتونم یا که رزبار اما حواس امی چی میگن شوق ندارم. من با ما گپ زنم مجبورم که به خاطر مردم خیلی قطعشون گپ زنم. اینا من امی تای دل گفتستم. یک کار خوب که همه کار خوب میبین چه افضل داخلشون گپ ندارم. آخه بسیار ایجا پیشنهاد زیاد چید. پیشنهاد زیاد چید برادر که با اونو گپ زن. با اونو میگه گپ زن میگه. نه او گپ نداره. او یک گمی وقت میگیره تمام نمیم کاری با اون خیلی همون کار وظیفه شونه. او باید وقت بگیرن آدمایی که در کاره او باید نتونن زن بگن. مقصد شونه خب این سر موضوع میگردیم برادر عزیز. نگاه خودت چه خیلی موضوعی که در پیش موندیم یگان گفتنی یگان ایلوه کردن داره. اگر همه آدم همه خونی مسلمانی داشته باشه همه عجوش خیز الله میگه شش الله میگه رفت الله میگه خورد الله میگه همه که شکرانه گفت الله میگه شکرانه میگه هیچ وقت نمیگه وطن شکرانه. همه زمین همش وطنه. یکون جوی دیگه نداره. وطنی که هست باید تو داره. مثلا همه توجیکستان میگیم وطن معنی که برای وطن شکرانه این یکون معنی نداره. آخه من میگم که از بنده شکرانه کردن معنی نداره. بله قدردانیش باید بکنی رحمتش بگوی اما بگوی شکرانه فلانی هیچ معنی نداره این کلمه در مودم.
برادر ای همش هم تیمه همون امومالیه قطعی همون شیطانش شکرونه کنه همون میدونیم که خیلی چیزه که اوز رنگی همون که همش لگه او را اول هم خیلی میکردن که این توسی او دارم بزرگی ایسوس همه خیلی بوداش خود چپول نخواه ایران کرد اوزی هم اصلانی که مختوری نیم تای کرامت دا همه کابینتو بچست کنه نوی بچکوی کرد و فکرش علی شیدگی نکردم بعدی مرگش شاید بکنن نگه بعدی مرگش میگوین و دیگه اون دیگه هیچ کده دارم کنیست ای اخوارتش نکه برادر جا شاید زنها میشنوان اوزی همین او برادر کور حقارت هم که وقتیم که نگورن میشه نه جا خیلی احترامی مثال آدمو را بجا بیاری جا در پشت اکران من نمیدونم شاید زنها و دخترها یعنی عیبه مثال بفهمی که ای اصحابی برادر را باید اما ادامه که تماشا دارم باز خط پویز میفهمم بعد چی؟ حوزی همه گفتن بسیار کوری نغزاید گفته خیلی که تحقیقات میشه و خیلی که کنه که و یک مسئله جدی دیدن در کرده و خیلی همه خیلی بودیست بسیار نغزاید گفتن هم بسیار کوری خوبه که بودیست و همه همی کوری تعمل نشون دادن در کرده اوز من همیجا اول گوش کیستم روش دیگه پایین دسته با گفت این نزن و انتظار همه ریدگیه یکم چیزا دوخ نمیکنه زنگ بزن دوخ نمیکنه داشه بعد میگوی همه اموالی عزرائیل باشد به جون امرا بگیره نه خیلی بعضی ها هسته که خیلی ها را فهمیدن در کاره یخی آدم هسته که امی مردم آدم خیلی مثلا ما در اعتقاد داره یک آدم میگه اعتقاد نداره یا آدم هست که دامه اعتقاد نداره میگه ایرا من زنگ میزنم چی کار میکنم اما من نمیخوام که هیچ کنم مجبورم نکردم که ما در زنگ بزنین یا که ببرین خدمه گپ زنین ما همین گپ با تکرار میکنم که اویدی موضوع من شما برای خودتون گپ زنین در مردم پیامتون برسونین همین قدر ما گفتنی خواهش شما دارم اگر نه من موضوع ما کامل کردم ان شاء الله یعنی که رسوندم اگر چی بگیم که 100% نبود از اوده همه قشمه بر اومدم من گفتم برای شما دیگه اوشتا خداوند خودش دانوه یا که خودش میدونه همین شخصیتش باید ما همین یک یهودی را پرزیدنتی تاجیکستان را قبول دارم امامالی را دیگه نه این همین باید تمام امامالی را بحث باشه نه که او ناموس کاری گب ناموس را در تنهای وارید که نیکنه میچست با بوار میکنه برای همون یک این همین قرغز انگه که همسوی ما یک قدم را یک شاوده بسیار رد دن و یک شاوده 4 زور بودن همقدر یا کمتر هم بودن همه را چپاگردون کن نه بگه اون کسا کش کن یعنی اون که کنن مرحمت آی ترما برو وردن او اوز نوی کیه جاپارای کیه او بردنش اوز مردک پرزیدنته اونیستم توجیک چی بانم توجیک چی بانم زده بوجه هم خیلی مرغش که بگه که همین اوزش نمی انمی گفتنای ما باشه که انشالله که ای داخل همه بدور شود برادر برای بعضی ها رحمت داده که زنگ میزنن میگن که ما یکم برای که زنگ زدیستیم یا که میگن ما نه فهمیدیم که شما حق یعنی در داخل یا اینترنت محدوده میدونید نه اینترنت چون سسته یا که همین خبرها نمیرسن شون از روی همون کمتر منقورت مانند میشن بعضی ها برای همین گفتنها این فایده کلان دارم اکثر مردم نمیفهمه یعنی زیادی مردم نمیفهمه بعد بسیارش بتوقت میشود چی خیلی میفروش که همین امروز گپ زدی بخیزی پگه برای آخه نمیشوه باید یک کمتر فکر کنی که آینده هم باید فکر کنی که یعنی پیش فکر کنی کمتر طرفدار همه گروه 24 کریبلیزیت چند کس هم سیری مخفیه برادر سیری مخفیه ای طرفدار یا که اعضا نه اعضا شما نه طرفدار من نمیدونم او طرفدار هیچ کنه نمیدونه طرفدار میفهم برادر چی اعضا باشه پد کنترل طرفدار مثلا بگیم که نمیخواد طرفداری من شاید نمیدونم مثال او طرفدار کسی نمیتونه من طرفدار همتون کدومید که همین خب برادر خدا نگهبان باشه انشالله با تماس داریم
سوالای دیگر نیست تمام بیا سوالا را متی جواب بیا. همون برادر در سوال دادم همون سوالا همینجا برای بعضی آسانه که اما باید که تری از تای دل جواب بدی. مثلا حاضر هستین که یک اعضای بدن تو نمیدونم یک پولی که چند قید دلت میخواه کن؟ ها؟ نه خیالون نمیشود خیلی دیگری شود نه 10 میلیون قریون هم دا یکون گرده ما نمیتون. دیم سوال همی است که شکرانه خدا بگیم، ای بندش بگیم، ای وطن بگیم. الله بگیم تمام دیگه اون کسی که نمیگیم. سیم سوالش همیه که شکرانه خدا را بجا آوردی یا نه؟ شکرانه خدا را هر روز همی پسکشمان شکرانه فقط همین شکرانه الله میکنم نمیتون بجا آوردم نیاوردم در نزد الله ما انجام میدونم. حیاتون در بجا نمیارم همی کنکره دیگر. الان یک گناه میکنیستی را شکرانه الله را چه خیلی بجا میاره یکشون از تریلیون دلار تیتر هیچ که چشم چی چسبونده نمیتونم فرایی نداشت خیلی شکرانه الله را بجا میاره پلاسماسی میچسبونن کو؟ اکنون در رحمت خیلی بایی هیچ بکنه نمیتونم سنئی میچسبونن کو برادر چشم دست پا سنئی میچسبونن او سنئی سویدوی نمیبینی اکا او سنئیش دیگه چیزی خداوند ده میتونی یک هفته تجربه کنی همین چشمات ده یکون چی بندی که همین در رولی یا که نقشی آدمی نابینا در بازی کنی میتونی یک هفته همه دونم تپرو بکنم در همین خیلی مثال بگیم که گوشت یک هفته گویا که تو نمیشنوی همین خیلی ناشنوایی یا که یک دسته یا که یک پاتا یعنی که این گپای ما معنی هم را داره که به قدر خداوند انجا ده میرسی کنش نه درسته 100% درسته با در برای حاجی میرزا 100% گفتی باور میکنی من خودم یک نمود مخلصش بودم که عدد 100 کیلومتر میرسیم ما چطور حاجی میرزا میرفتیم که همین پسلین دوباره میبینیمش که باور که دکتر کامای معتمد همین خیلی نخواهیدون پسلین دوباره میگم کوری همون ولی همون کی چون دارن آوید ایشونی کی سریوگا او ناو سریوگا امومال جون نوزانی اونا چکارش کرد امومال جون نوزانی نشد بله یا نمیفهمن یا فهمیش ندارن آدم باید که از علم ده فهمیش از سخت‌تر بقیه فهمیش یعنی که شناختن آدم شناس باید باشن همین رژیم یا نمیشناسن بیچاره ملا اینا نگاه که خودت میگوی من مخلصی همویم بعد مخلصش از بعدش میبینیم ایرا رژیم کردسته شرمندش کردسته بعضی مخلصاش طرفدارش نمیفهمن میرا اما در نظر مردم همین ملا را بد میکنن که وقتی برن زندان شون کنن یا که یک کار شون کنن بگوی که خوبش کرد اما پشت اومالی را میگرفت یا که چاپلوسی میکرد من پیشنهادش کردم برادر این همه حاجی میرزا پیشنهاد کردیم اینا از با میگم که مالزیا ترکیه استانبول مثلا دولت های اسلامی را گفتیم سنگاپور یا که بعضی دولت های هستند که ایجاد را پناهنده یا که میگن که محافظتش میکنن از وطن بیرون شه یک مدت همونجا میتونی از یوتیوب در تاجیکستان توقع نیست در اندونزیا مالزیا نمیدونم سنگاپور کجایی که نباشه تو میره یوتیوب هست همون پرول تا بدونی حاجی میرزا همون جبر هر هفته افیرای همون موضوع تا رسوندن میگیری ما هیچ وقت نگفتم مولا را که شما برای یک مگزین شنه که میدونم یک مگزین شنه که میدونم بله یک تشه دیدم رفتم آشخانه در اسرات دنیا غلطی دگیه در اسرات دنیا غلطی دگیه صد فویزی او میرزو دارن خطر وزنی که اگه در جای گام نیست ده پروست او سیو چی که اگه یکی در کران خب که یو که همه حاجی میرزو خودش صد فویز میتونست دام پوشتون بله ما همون خب کردن هوا را چی داریم تمنا داریم که خب کردنشون فایده های ضرر نداره گپ زدنشون ضرر داره به مردم های هم برادر یکی را
ура сатра бигиран гирифтан на ҳиҷоба гирифтан хай ҳама айна кори роз ҳами хелбова даму ҳам правительство нимаш махаласа ёхи во ҳамун мақсадшон да ба мақсадшон ҳамун кора кардан ҳамаи ҳаромиро да тоҷикистон кардан як бор намега ки ягон нитош ҳоҷимизу ягон намега ки хизан аз сатра ҳиҷобу ай ришка ай дигар муқаддасои дини мисол дифоъ кунанд ягонш намекунанд кора خیلی اولا حکومت مسلمان گفته با حرمت ایزد سلامت باشی برادر با یکم کسیگر از زنگش قبول کنیم در پناه خدا کنید خب خدا خب وقتم زیاد رفت فکر میکنم الو صداتون خاموشه برادر الو شاید اینترنتی ما باشه بعضی ها رو زنگاشون رو قبول میکنیم نمیشه گپ زده الو سلام علیکم برادر. علیکم سلام برادر مرحبا در پخش مستقیمه برادر همین روز گپ بینم یک اینم ناو درآمدم همین درباره همین حاجیمیزو با فکر موضوع رفته است درباره حاجیمیزو نیست برادر موضوع درباره شکرانه های برادر من گفت که مخلصش بدم از وقتی که طرفداری ای رژیم میکنه نخواستم یعنی که ای مخلصی خدمت خط زدم ها فهمیدم این برادر اخیر نگوش کردم راست گپ اگه مخلص شما هم بدیم مثال حاضر هم هستیم احترامش میکنیم بعد دیگه همین وقتای اخیر دیدیم از ظالم مثال پشتیبانی میکنه همیشه داخل نگران شدیم خانمو برای گپ زنه برادر من گپ زدم یک آدمی که مثال آشکار خیانت کرد جنایت کرد مثال آدم کش قتل کرد همه کار کرد مثال آشکار است همین دیگه این یگان جای پنهانیش نیست همین تا کودکان میدونن از همین جنایت از همین بگوی مثال تا این حد اختا پایان برای که از همین جنایتکار روی محافظت نیا که دستگیری کنی پشتیبانی کنی یک انسانی که اگر یک شهروند عادی باشه سخت نمیرسه یک آدمی است که عالم است مثال مردم بهت احترام دارن از یک کسی که هیچ کس از اون بروی پشتیبانی کنی این جای باور کن ما هم چیزا میگیم برادر که ای بای آبروش خیلی ریختگی حاجیمیزو داره باید برام میریزوننش باور که همین چاپلوس ها یک شل کساش میگوین از همون پشتیبانی میکنن اگر چی گپ میگوین سخت نمیرسن بعد که میبینی یک عالم که عالم در ریشه خودش به تور زده ساس میره میبینی حیرون میبینی که خیلی چاپلوس یک به عقل است یک کسی است که برای یک لبنان سگ باره میجکن خیلی تو عالم هستی خوندن و تو باید فرق کنی از دیگه آدمو نخواه با خطب پایان برای برابر یک چاپلوس زده خطب در بر یک چاپلوس برای خطمانی خون همو مثالش آوردم که سیراجدین هم رنگ همی در یوتیوب ویدیو میکرد شکرانه پیشوا میکرد این رحم نکرد با ما امیرم همون کارا میکنه راست دیگه زاید از جای ما یک سالای 2000 نمیدونم کدام وقت در همین اینترنت همین حاجیمیزو برآمده بود یک بچه همین خودش همین قدیم صحبت در گپ زد گفت در پیرم بودیم وقتی همین کاسیت‌های همین حاجیمیزو اومدن گوش کردیم سخت گفت مخلص شدیم بعد تاجیکستان رفته است موسفید پدرش گرفته است خودش با یک چند کسان از قوانتیبا ماشین از اطراف کردن روز جمعه رفتم روز جمعه نماز جمعه حاجیمیزو رفتم مسجد حاجیمیزو رفتم نماز خوندن ایوس برمدن در دست همون گالون کد زدن پاسپورتاشون نگاه کردن یا ای چی مثال ای کالخوزآباد بگیم یا هم که زدن که همین محکمش کردن یک 3 سوتکه و فیلمو 3 سوتکه گفت محکمش کردن همین که زدن شو که هم مستفیدم همین 3 بچه یا 4 کسم
ایامیا 400 سومی به 3 روز بچه 400 سومی آوردن دادن بعدش کردن گفتن که این حاجی میرزا جادوگر های شما رو جادو تو میکنه مثلا ای قمسنگیر میخیزیم بیایین ای رایون 5 میخیزیم اینجا میبینی جادوگری تو میکنه شما اینجا میبینی و همین حاجی میرزا همون خودشون نفرت دارن تروس در نزد مردم سیاهش کرده ایسان همین رکوب او بروش ریزونده ایسان بله بله اون سپیکتاکل دسته همی کشیدنی هم باور کن همه خیلیش میکنم ما همین ایرو دیلسوزی هم که میگیم یا خب که یا که ای وطن برو یعنی هجرت بچه چیه سنت پیغمبر ایت پیغمبر میگفتی بعضی دگه بیت گریه میکردن و خب ای وطن برو در اصورت نفسه یا که دنیا نغلط در جادوی رحمانوف دادن نشه ترا رحم نمیکنه ترا اول آب رو تا میرزونه بعد میبرن محکمه زندانت میکنه خیلی زای باور کده خیلی همین آدمای تماشا کرده ایسان خیلی همین تصور کنن که همین زیدی دین این مثال رحمانوف کار میکنه همین حاجی میرزا شخصا حاجی میرزا خودش یگان بار اعتراض کرده نیست ناراضگی کرده نیست که همین کار مثلا جناب عالی همین کار خلاف اسلام است یک بار گفتگی نیست و یک بار یکی بچه‌هایی که از گروه بسیار هستن آشکار برآمدن انکار کردن همین گپا کردن زید صحبت کردن که مثلا زید ریش باشه زید سطر باشه زید مشتو باشه مثال زید چی کارای مثال چی احمقانه که رحمان کرد بچه‌ها برآمدن مثال از گروه بسیار مثال نگاه زدن همین خودش همین حاجی میرزا همین انکار کردن نتونست بچه‌ها گروه بسیار برآمدن مثال انکار کردن شب تا روز در برنامه برآمدن همین گپا تحلیل کردن با مردم فهمیدن حاجی میرزا برآمدن در جایی که ظالم مثال یک چیک نه با هم بچه‌هایی که مبارزه بودن ضد همین ناعدالتی با طرف مسلمان می‌کنن بله همکاری که است اون گفتم که یاردمچی عمومی اوید با کارهای دینی از یکشیدگی مسئولیت چه همین است بابا زاید همین افیر من یک سیگار میگم بعد هم خودی خداحافظی میکنم یک چی من راست میگم همین بچه‌ها خیلی بسیار صحبت میکنم همین بچه‌هایی که خیلی ممکن نمیدونم یگان تشکر همین گفتگیم طوری بیام ممکن سخت شده هستن من این کار در یک 50 آدم من تجربه کردم بعد همین گپا میزنم همین کسایی که در همین رسیل مثلا مثال شما اسلامی میگیرن مثال تقوا میگیرن اسلامی میگیرن مثال 5 وقت نماز خیلی الحمد خدا اشکال نمازشون میخونن برادرای اسلامی برادرای اسلامی همیا خو اگر همین بگوی همین رحمان و بگوی ایپیش همین کو این معرکه میگیرن در چند معرکه من خشو گفت زدگیم از همین ظلم رحمان و گفت میزنی هم میگیرن همین میگیرن تمام بله بله بعد من خیلی حیران میمونم که وقتی این خاخته تقوا میگیری شد موندگی این خاخته مقصد یک بوده وقتی هم اگر مثلا بگیریم تخته پیرو یعنی مثال اسلام گرفته هستن هم دینی تر مثلا پس زده است چی در این صحبت چی میگیزید شاید امام مهدی را خشدت دارن انتظار امام مهدی که عیسی علیه السلام باشن ولی در آینده او میان جهاد میکنن یا نیستن نگی من همیشه در حیران میمونم که بعد همین خیلی میشم مثلا خیر روزه بگیری نماز خونی همه ایسا بخونی در همین ظلم هست مثلا نسبتی زنها ظلم است نسبتی مسیحا ظلم است در دین ظلم است در همین میشه که چشم پوشی برای مثلا نمازات خونی روزه بگیری همین کار دومه چشم پوشی برای میشه میشه اکنه میشه و یک دلیل دارن که خدا آدمی صبر کنه دوست میداره همین دلیل همین چی خطی میروان همین شعار خطی باور کن همین دیگه حیران میمونی که یک آدمی که این خطر همین ترسه در همین من فکر میکنم که همین طرز رحمان در پیش چشم همیون شاو تو پگوی تو اگر در پیش چشم جایی گرم نزدگی میمونی تمام اخی شوخی نیست برادر شوخی نیست که یک نفر 28 سال وقتی ظلم میکنه قتل میکنه فشار تهدید میکنه همین چه خیلی بگم زنگ زگیه در همون قلبای ما و شما زنگ زگیه همین نفری که از رحمان و بعد میبینین
شما بدونید که شما هدایت یافتگین. هدایت هم میدونین یعنی که راهتون فهمیدین، شما شناختین که رحمانوف دشمنه، اون نفری که دوستش میدارین و که بعدش نمیبینین شما گمراهین، جاهلین. ای خدا طلب کنین که شما را هدایت کنه. سلامت باشی برادر عزیز. پناه به خدا بابا زاید خداوند اخیر داجمیزو اخیر گپای ما را بشنوه. حتما بشنوه. او در نوروش میگه که اوزی چیورا نورهای رقص بازی را لایک زیاد میمونن، کامنتر هم مینویسن، برنامه اسلامی را نمیگیرن، زیاد گپ میزنه. همه کامنترهای ما را داشتیم میبینیم، ولی با ایرا ما خصوصا همین صورت برای موندم، همین صورتای نفرای را میمونم که درباره‌شون ما گپ میزنم و بدرویم ببینمش. ما برایم خم میمونم، اگه ما صورتی را چی بمونم در اینجا. پناه به خدا برادر. خداحافظ برادر عزیز. الو. سلام علیکم سوزتینجی برادر زای. و علیکم السلام. مرحمت برادر. شما خوب باشین. در پخش مستقیمی اگر کمی کوتاهش بگیره با خوب میشود. زیادی بعد با فکر برنامه رفت. باشد. من درباره آدمایی که مقصد به شکر تبلیغ میکنن، شکر کردن بر فدای ما باز برای الله است. بله. کردن شاید در درجه شیر کم برود که خوب چیزی نداریم و فهمیشه. وقتی بنده را شکر میکنی، ریزق خدا میکنه، نوش نعمت خدا میکنه. اما ولی تاجیکستان هم مثل الله که باز شید امقاش هوای هم نمیشه و که شید امقاش هم باز الله مهربون. اما سال گذشته برادر 2020 یا که 19 بود ماه ینور فوریه ده یک گلای 2000 و 3000 گل ای ایتالیا آورده دانو که گرمانیا یک نمود برف زد که همون گلا همش چی شد، جزیره خراب شد. شما تصور کنید 3000 گل بود با فکر یا زیاد بود. بله اون یک عذاب خدایی میگن اسریف نکنید توی تنظیم میکنن اسوسو چون اسریف داره نمیاکه اسریف میکنن با آدم را تبلیغ میکنن شکر کنید و ما با این بابای حاجیمیرزا گفتنیم که یک زمان یک امر معروف گوش کردیم. مقصد گفتگیه که دجال همه که صفت داره پیش از دجال اساسی 30 دجال میگه گفتگیه پیغمبر خدا. مقصد یک همینو در زمان ما راست اومدگی است. مقصد وقتی که ما میبینیم این خراکترهای همین کلاغاوتا در همین طوری اومده استایده با همیا با میبرن میگن که مقصد شکرونه کنیم کنیم تودا سودا کرو چی نمیفهمشون دین چونه فروخته استیان. بله بهترین نعمت این نعمت ایمان است. باید شکرانه خدا را کسایی که ایمان دارن باید شکرانه خداوند بکنن که اگر ایمان نداشته باشی در این دنیا 10 میلیاردر 10 پولدار یگان تاش مسلمان نیست. خریستیان 8 تاش یهودی 2 تاش 3 تاش خریستیان. اینا ما 10 نفر دیگه کدامش برای شما خوبه؟ 10 نفر مثال بگیم که قبول نداره اسلام، یک نفر مسلمان کامش کامیابه در این دنیا در دنیا. شما میلیارد نگاه نکنید. چیزی دنیا ابدی نیست و خیلی برادر دارید. همین ما مثال مسلمان ها مشتاق میکنیم به هیچ مثال چیزای ابدی را مثال یک زحمت عذاب در دنیا میکشیم به خاطر راحتی او دنیا مون. یکی روز برو اومدیانی پیشوای ما چیم چیو میگن و جای ما پسترات تکنیم مقصد یا عبودی باشه با عبودتر ترندر کرد. خلقی از امیدگی را نمیبیننده چشمو یا در پرده الله مهربون کشیده و اون خاطر با همین خلق یا مراجعه دارم که مثال وقت ما یکم کار بود تا یک میسی ایده وقتی بنده تکرات مورد دوچور میشه یکم سوال دیم سوال وابچه تنم بدونم چندم سوال در قبل سوال میشه که با دینی ما چیکار کردی میگه الله مهربون سوال میکرده همین سوال بین یا پین اولی تو روز قیامت بنده خیلی عذاب را میکشه در قبل یکی از سوال ها همین برادر جون که در همین خلق گفتنیم که همین سوال در جواب تیار نداریم ما شما امروز دینی ما خور زور در درون حساب را میگیرن بیناموسی کده خپه. نه مسئله برادر عزیز مسئله سطر ایجا نیست. ایجا
نگاه کنید ما ننگ ناموس قریب ای دست دادیم غیرت ای دست دادیم وطن ای دست دادیم و کنهای همین مثال تاکتیکایی که یا پیش گرفتگان مقصد اسلام ایده در مجموع همین اسلام که میترسن این دین که محافظش الله های یا همین چیز جخیدستیان و با همین تجربه همین دین بازی ما مسلمانان با گپ تیار کردن شکرانه کنیم ای بد نشه شکرانه کنیم که ای بد نکنه خدا میگن یا که کیا ای بد نکنه میگن ای بد نیستین میگه ای بد نیستین خب خداحافظ برادر گرامی مقصد بیدار شوند بیاد جواب کین ایده وزدو آموزه کننده چشونن ما کامخوری ما برای ملت مامیه که مقصد آگاه شوند آگاه شدن شو خوب دهید آخرت این دنیا و دنیاشون رو عباد میکنن در وقتی که روی حق بگیرن چه ما هم دیده و دونسته یک روی باطله مقصد آیا میگیم نه حق های بله بله با همون خطیر برادر جان خواهد مراجعه که من همین بود الله همش هدایت کنه اول سلامت باشید یگانه روحش و بیرد کدن مقصد وظیفه گرفتن های بزرگ جدوش خواهدی است بزرگ بشنوننش خوش میکنن الله نگهبان تون باشه که سلامت باشید شما رو خدا نگهبان باشه در آینده علاقه دهید خب خداحافظ الو سلام علیکم و علیکم سلام برادر زید با شما و با همه مبارزون سلام و علیکم سلام همه شکر چی گفتنی بدم کمتر مرحمت گوش میکنیم ما باید شکرانه کنیم ما نباید شکرانه کنیم که همین چیزی چه بگم مردم در عذاب های ما باید شکرانه کنیم که ایویا دفاع میکنیم یک کاری ناحق های ما نباید شکرانه کنیم که در راه شیطان رفتیم ما باید شکرانه کنیم که علیه ظالمون مبارزه برده میتونیم یگون کار کرده میتونیم دفاع ای مردم کمبغل یک مظلوم دفاع کرده میتونیم ما بخیر شکرانه کرده ما باید شکرانه کنیم که در راه راستیم بله در راه حقیم بله بله انا می اساس شکرانه کنیم یا چیزی شیطان علیه لعنه و پیروای شیطان مو چخیل با کدام چی وجدان ما باید باید شکرانه کنیم و هم فقط معنی گپی هم رحمانوف همی است که برزی دیما گپ نزنید شکرانه کردنش همه خیلی است نیست توجیکستان شما خب کنید این همین معنی قطعی میگه شکرانه کنید رحمانوف یا دشمن دین است دشمن خلق است دشمن ملت است و یا تروریست بگیم هم میشه تروریست نمره دین بله رقم یک ولی گفتنی بودم که همی حاجی میرزا و ایشون سراج الدین و این دیگر دامنه را خیلی کردم نکردم و یا خطا کردم ما با فکرم که حق نداریم با یا گفت زدم چی با حق نداریم مثلا چی با کی و یا علیمان و یا درجه و یا دیگه های و یا کار کردم پس چون در نزد الله جواب میگم ممکن که با توبه نسوخ کنن خداوند ببخششونه نه که چی با که حکومت ایداز شهر چی میگه ممکن دخترش تجاوز کنن ممکن اون هر کاری میتونم بکنم نه ما گپی سختشو نگفتیم ما گفتیم که نواز با تکرارا برای خودم میگم که ما فقط پیشنهادشون داریم که یا که خب کنین خاموش بستین یا که از وطن بیرون روین گپی خودت 100% راسته من خیلی کامنتور خوندستم این چیزا را درست مردم گفتنیم که همی خودتون آلوده گناه نکنه با همی گو زدم هیچی فایده نمیگیره همی گپی خیلی همی خودت گفتی خودت پیشنهاد کردی خوش رو به یگون تحقیق به یگون چی گپی راسته گفتی گپی حق همه گفتن لرکوره
بله ما برای هم میگم با همه باید ما کار بگیریم، نه تنها باید سراینده یا که باید ملای، با همه باید ما کار بگیریم. خطا شدیدیم بگیم همین کار خطا است، همین نکیا که نه کار بکن. البته نکی просто حقارت کردیسن مردم. خاکو مردم همه یک نموده نیست، و خانمو گپ دارمیه که همه فکرش یک نیست، دلش یک نیست، عقیدش یک نیست، نظرش یک نیست، شکل صورتش یک نیست، سین سال یک نیست. دیگه هر کس هر خیلی میفهمه. حتی شاید جا مرا بعضش مرا حقارت داره اول میگه تو چیکار داری و چنین خدمت نکردی، شاید دیگه پورا ماده بگن. ما گفتم که خیلی طرفدارش حق دارن که یگون چی بگن، زیرا یک نفر دوست میداره گناه او را هم دیگه به خودش یک کار خوب قبول میکنه. بله برادر، با یک گپ دیگه برای همون طرفدارای رحمان گفتنی بدم. مرحمت. همی گوش کردیسته باشه ندار، همی خود وقتی گپ میزنین یک سوال دارم تو همی خودتون همی گپی خودتون گفتیستین باور دارین یا نه؟ برای همین چوپلوسا گفتن یا فکر کنن. چوپلوس خودش هم رسوا های، اما دویره که تعریف میکنه که همه را رسوا میکنه، شرمنده میکنه. بله. سلامت باشی برادر عزیز. خب الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اگر خوبید اینجی؟ شکرانه خدا، شما خوب باشین برادر. امی روز پخش زنده یا که نه؟ پخش مستقیمه. مرحمت فکر نظرتون رو میشنویم. اویدی موضوع ما. موضوع شما در باره شکرانه بله شکرانه کنین. شکرانه میکنین خدا یا کنین؟ توبه کنم خدا شکرانه چی کنم ایمو نمیتونم بازی چلی بفهمونم. من حیرون یک چیزم، حیرون اویی با کی گپ زده؟ حاجی میرزا. او را یک طرف دیگه برادر که ما گفتیم گذاشتیم دیگر چیش کردن در کنیز بعضی شد بعد دیگه خیلی فهمیدن میفهمن. نه مقصد که من خیلی گرامت نیست، من вообще تا یک двоечником. فهمیدی؟ بعد مامو چه همون رو من تماشا کردم، او همچنین پیش وقت رو تماشا میکنم گریه میکنم. گفتم من پیشترک همین چیز رو گفتم. مقصد به این گفتن من با میگم که من گرامت نیستم. او میدونه خودش که وقتی که پشت یک جاهل دفاع کردی او آدم کافر میشود. اینا خودش میدونه که با دفاع منه نمیفهمم. مقصد من چیه؟ مقصد من گفتنیم که حاجی میرزا را فقط حاجی میرزا را نه سمسلی اونجا بعضی هاش خاموش هم برادر اونا اشان نوردین جان اکاش دودرش خپه هیچی گپ نمیشه. اونا ما خپیشون علیم خپیش خوش خوبی علیم خاموشیش عبادت های. مقصد من چیه؟ گفتنیم که من شنویدگیم که خدم برای گوشی خدم ایمو آدمایی که گردیمو خرنده شدگیان و اگون چند ساعت راهی نایلی نبود تو دشنبه را 7 ساعت های نمیدون 7 ساعت مقصد همه قراره همه رفتگیم قطعی همو انسان ها فقط میدونی چی میگن؟ نه توبه کنم خدا وقتی گپای او را میشنوی فقط میگه که گوشما بچکم. تنقید کی را مینم؟ پیغمبری خدا را. مقصد با گفتی او که این عرب کیه که اومده است امروز سری دختری منه میپوشونه. خیلی اتیستو را دیگه یک طرف مونه. اتیست هم خیلی اتیست قبول نداره. نفری که خدا را قبول نکنه یا پیامبرش
با او دیگه چی گپ میزنی؟ او عقیده خودش داره، فکری خودش داره، او را مجبور کردن نمیشود. نه او یک نفر زردشتی کو کی عبدالقادر طالبک، اون از زردشتی، اون کم کم برای سگ بوری میجکه یک کم تر گپش چی داره؟ مثال ای دینی خودش دفاع میکنه، نمیخواد باید ما و شما هم دفاع بکنیم. او حقی همون دینش دفاع کردن داره. مقصدی من که به شنویدگی من همه حاجی میرزا همش هم میفهمم، همین را میدونم. باید توبه کم خدا و کدم نمیدونم را چخیلیش من بگم. اول ملاش میگفتم، حاجیش میگفتم، حاجی نوم نمیگیرمش. نمیدونم ممکن که میگن که یک کس کافر بگوید پیش رو خودش کافر میشه. بله کافر گفتن در کنیز بغیر از اومالی دیگر کسا. هزار احمد اکا همه قرارم گفتنی خب بدم. خداحافظ. عمیق مردم خود راست بگو که کدمی که دفاع میکنه ای پشتی رحمانوف کافر میخیزه. برای که همون ویل که در گردی همون ششتگی همون تری هم. خیلی پیام خیلی درسته دیگه. خداحافظ برادر. دیدن این بعضی نفره هستن که اعتقادشون میپرن این ملاها. الو. سلام علیکم. در پخش مستقیم گوش میکنید شما برادر. پخش مستقیم آقا. بله. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. او تلفن دیگریتون خاموش کنین. تلفن دیگریتون خاموش کنین. همین کاری باید یک اینجا همون میشه همین تاجیکستان رای مخی کار کنیم. موضوع ما را شما پیگیری داری برادر؟ ما در چی باره گپ زدستیم؟ من میگم کاری باید تاجیکستان اینجا همون میشه طرف کار کنیم. برنامه ما را پیگیری که انشالله روزش میشه که میفهمی. خب خدا نگهبانتون باشه برادر. همون هیچ که گنده نمیکنی میگم الله خودش نگه باید میکنن. یک اینجا همون شرط این وطن رفته این کار کنیم. در پناه الله باشه. خب خداحافظ. الو. و علیکم سلام. شکرانه خدا. برادر زید امروز خبرهای نو برآمدن. جان نزدی؟ درباره چی؟ درباره همین کلوب افریقای کو همونجا آب رو آوردن توی کدن در رادیو آزادی دیدیم. ما راستی ندیدم میرم. یک موضوع خاص نمیخوام گپ زنم امروز، زیرا برنامه صدای مردم است که هفته را چی گپ میشوه اویدیو صحبت میکنه. موضوع ما اساس زیادتر صحبت ما اگه اهمیت داده باشین هموطنان هم زیادتر درباره انسان و ناموس میره. برنامه را همین ما موندیم و درباره یک موضوع میخوام صحبت کنم. درباره پروسه ما همین نوارا امروز تماشا کردیم. شرمندگی یا گودک بازی کردستن یا مسخره بازان یا چی خیلی ما را همون گفتی همون برادر پامری باباره ما را یا همین رنگ گاو و همین در فرما او میمونه کو خیلی تربه صدیقه که رنگ بدپلات هم میسته. خیلی شکر نکنم در کار که هم قشه کردم. اگر اشکی قشه در 28 سال کنه اگر با 300 سال دیگه در کنه. فهمه اویدی برنامه اگه صحبت دارید برادر گوش میکنیم. درباره برنامه شکرانه الله میکنیم هر دوی، هر روز، هر ثانیه. بهترین. نه اینکه شکرانه امام علی، نه اینکه شکرانه یگان بیزنسمن و دیگر ملاشو. فقط
شکرانه الله در 16 سال شده مهاجریم، فقط شکرانه الله کردیم. خب نگاه که بردار یک سوال دادم. در داخل وطن مثال بگیم تاجیکستان یک فرق نداره او کیه، مثال زنه یا مرده، اگر سوالش بتن که شکرانه خدا را میکنه که ای پرزیدنت ای نگاه ایتا چی جواب میته؟ ما برادر فقط پروردگار را شکرانه میکنم. نه ای نگاه ایتا ای نگاه ایتا ما چی جواب میگن؟ چی جواب میتون؟ نه خودت نفهمیدی یک نفر یک میکروفون میبرن پیشش در تاجیکستان، نه شهر دوشنبه مثلا، میگنش که شکرانه خدا را میکنی یا که شکرانه پرزیدنت امام علی رحمانه، اینگاه تو همون چی جواب میگم؟ مثال من میگم اینجا مثال آوردستم. مثال اگر چی باشه ایمان داشته باشه پروردگار را میگه، اگر خیلی بترسه امام علی را میگه. انا کردم خیلی مثال 10 نفر سوال بتن، ای 10 نفر اینگاه تو چندتاش میگه که ما با شکری خدا را بکنیم. اون 3 تا 4 تاش برای چی ای ترسیدگیش همین امورا چی میکنه؟ مثال امام علی را 6 تا 7 تاش امام علی را چی میکنه؟ اما هم که ای ترسش. با بعضی شاید که بگه که من در این سوال جواب داده نمیتونم، نه ای ترسه. اگر ما باشم همین میکروفون میگیرم میزنم میرم. همین گفت کلی گپا رو چیکار کنم مثال جواب نمیتونم. دایشتن اوش. همین میکروفونش میگیرم میپرتم. سلامت باشی برادر. یا میزای. خب خداحافظ. الو. و علیکم السلام. شکرانه خدا. خیلی بعضی ها زنگ میزنن دیگه نمیشه، در بین گپش میگوی قطعش کنیم نمیشه. مرحمت اوید موضوع سخن داشته باشیم گوش میکنیم. او خبر نداره چی گپ زدن من. خب یک تا خاطررسان میکنیم که امام علی دعوت امام علی به طرف شکرانه هست. شکرانه میکنی یا که نه؟ درباره شکرانه که امام علی رحمان میگه که با خوبی شکرانه کنید، اگر شکرانه نمیکنید تنکه و بهتره به بالاتون میارم. ویدیوش هم موندم. تنکه و بهتر یعنی که امو ماشینای جنگی زیره پوشی میگه از بله پخش زنده. با مردمش یکم فایده نآورده و تنکه و بهتره اگه جو میورم همه سالهای 90 اگه جو آوردم خیلی میارم ایش این همه اکه یک سفسطه یک اینمی هیله و نیرنگ بوزده اکه او در طول 29 سال بون بگم مرا مردم انتخاب کرده گه راست که اوکی تا مردم انتخاب کرده باشه در فکر مردم نباشی غم مردم نخری چی قطع مردم افرید کردستی این مردم هم مخی روز با روز ما سال تو سال بیدار شیدستی هم روی فهمیده استی هم که چی گب رفته چی گب نرفته است یا نه گب رو ندروست باشه بگو ندروست نه راست میگی گب زبارو گوش میکنی من یه بالا که در موجیرت قرار دارم در تاجیکستان راستی گب نمی خدا دروغم نکنن 2 سال پیش تاجیکستان رفته بودم 2019 سال رفته بودم 2019 سال رفته بودم همون گفتی گپا یکم نویگری نشیده همون گل کوری 100 تا 200 تا گل شنوندیم در اون طرف های سنتری دوشنبه برف زده بود همون برف و کروشی همون گلوی که شنونده بودن تای برف موندن نیست رو پاکشید رفت اگر دیوتون باشه همین خریبی و یا برف زده بود کدن میدونم گفتم را پیشتر گفتم اکمار
راستی این برنامه نوتونه او قاق شروع چی نکنم گفتم یا پرمای فرقتش مگاو زنم سلامت باشی. هم دردی مقصدی گپم هم یکی دردی دید ما بگم شما مردم گوش میکند برادر، مردم گوش میکند. تو نه راست که 100% ما راستی برنامه شما پیگیری کرده استم. ما همین مقصد دیگه همین که تو چند همین روز با روز مردم که بیدار شدن که گیری فکر عقیده خودش نسبت همین حکومتی که اولادی ضبط کرده گرفتگی همین جای مقصد چه فهمون شما همین جای روغانی شکل گرفتگی هم مقصد مردمی که هم بقیل خود نتودست که چی قانونی میبرونم پروتیفی مردم میبرونم. بله اوضاع خشومیه. ما گپ تا نبریدستم که گپ تا بزنیم. چی قانونی که میبرونم برزیدی کمبغاله و کمبغال اوخی در مهاجرت چه نون هم 3-4 تنگه شما باید از او همی با مهمت بای نحوز عینی با در مهاجرت قرار دارم 20 گرادوس خانه که در دیگه جورا نمیدون ممکن های زیاد بوشن در همه 20 گرادوس خانه که بوار میکنی که در سوالکا کار کردستم سوالکا لنتای مسترک و بقلاشکا و اینم چیزای الومین مید پلاسما سمپلیست سیستم در کار کردستم ای تو چه فهمون میمی از اوی که کجدستم درد علام میکنه بو بیغار زایی دورای پدر و مادر دورای زن و فرزن ایش خودش یک غم رو خرید زیقه در همینجا که همو امومالی باشه که بگه شکرانه تنجی آرومی که بگوی همو شیشه بقلشگر دم سرش بشکنی ها؟ نه اکما روستیگه بیا بخواه همه شکرانه چی بکنه مینه یا بسته که فکر کنه خیلی بودم که فکری مردم شا بکنه یک همه بچوره من امیر نمیفهم برادر میگه شکرانه کنیم پیرانسولا یکم چه با مردم خودش یکم ثبت بیاره و مقصد کمبغلو را یکم دست بکنه یا یکم آزاد بمونن شون یک خطیه بیزنس شونا بکنن 3-4 تنگه شونا بیان کار کنن در داخلی تاجیکستان در نزد پدر و مادر زن و فرزند شون یا نه که بله ما اصلا برادر عزیز و هموطنان ضد مهاجرتم ضد مهاجرت مهنتی ما نه زن نه مرد یگو کس باید در مهاجرت نباشه ضررهای کلان داره ولی یک روز انشاءالله درباره مهاجرت گپ زدم ما نوشتگی ما میخوانم که چی ضررها داره در مهاجرت هم با ایمانت هم با ناموست ما یکمش یگم خیلی روسیگه همین در 29 سالی که باید گفتی که با پرزیدنتی دوره نه تا حاضر باید 7 سال دیگه در باویچی 7 سال دیگه نه با پرزیدنتی توش 35 سالگی تا خدا گفتستم که همین خدا گفتستم که همین تستر دف شواره و در جان موزدگی بانو خدا قسم خود در جان موزدگی اگر رحمان رو بشنو و قطعی همون اهل اویلش برای وکو ما 100% بواری کامیل دارم اکای زای بله گوش کشتم 100% بواری دارم اینمی تمام مهاجرو میخیزن میرون همون تاجیکستان آبادی میکنن بله خلق ترسانده ایستن که اگر که پرزیدنت رود جنگی نودده میشه و اوخی عصر 21 مردم اوشه میدونن در دنیا شیگم خبره بله دیگه جنگ نمیشه و دروغ میگن میترسونن شیگم خبره من باور دارم میگم که جنگ پنگ نمیشه نه نمیشه جنگ نمیشه نبرود خلق آبادی میکنن همین خلق همین کمبغاله یا که این مثال آدمای بایوی که نمیسال بسوادوی که نمیسال های تاجیکستان گرفتگی دیگه دولت رو رفتگی هوایی میروان سرمایه میگذارون یکم زواد میکشوین مقصد کمبغالو رو دستگیری میکنن که خیلی شانسور هم هست یکی یا خود نمیتن دوخی یا خود نمیتن برادر کوتاه‌ترش بگی انشالله جنبست میکنیم بخشش که آخران سخن کنیم که مرحمت آخری گپ ما میره جون که می خدا گفتستیم که همین دعا کردستیم در سر جور نماز دعا کردستیم که خدا همین قوت بته همین خلق بیدار شوانه همین ظلم ستمی که همین
президенти ними худкумаи диктатор Эмомали раҳмон кардеста халос шавем ким тамоми мардуми тоҷик бихеза барава дар ватани худаш дар назди зан фарзанд падару модараш бихеза кор кунанд. آمین. фаҳмиди ака? بله. худо акам халӣ шава ку ба фикрам оли ҷаноб мешава. بله بله ولی جناب شما سلامت باشی برادر عزیز. سلامت باشی. ذره تلفن من تمام شده است ان شاء الله که خاتمهش بریم زیاد صحبت کنیم 2 ساعت زیاد شد. با فکرم تمام خلق موجود توجیه ما را فهمیدم. بله پیام تمیشنم. اکرم سامی گلامی فهمیدم باشد ما برای فایده مردم گفتستم که روز با روز امی خدا گفتستم که بیدار شود خبر نکنم ویدیو обращение کنم поделиться کنم لایک بچکن که تو که همه بفهمه که این گل در امی عصر 21 امی پرزیدنت در 29 سالی که گفتی که تو خدرا در دستش هیچ کور نکده که بله شکرونه میکنیم ای بای خدا خداوند یک تو شکرونه میکنیم یکم باش سلامت باشی برادر عزیز. بله تو وقتی که خداوند هستی مو ای گفتی که تو بندوش بنده یا مرنده او قپل جمع کرده او در بانکاماتو شویتساریا همه پولو را جمع کرده او یه روز پیش در مین پریمیره او پولو مال تته قطید برده و چی کده نتونی سلامت باشی برادر عزیز. هر هفته انشالله روزهای سه‌شنبه ساعت 8 با وقت مسکو انشالله با صحبت میکنیم برادر. روسیگا با که همین نامه چقچق سر کرده که آخری بارما دما اشتراک کردم ما فکرم. بله بله ذره تلفن راستی تمام میشود دیگه بعد زیادی بعد ما اساس 1 ساعت زیاد نگیریمش باید. خداحافظ برادر عزیز. یگم چوپوز قایتون خی گارزا یگم چوپوز خاطی مورا میتونی پیوست کرده که نه راستی نمیتونم. خداحافظ برادر عزیز. ما یک جون مازور خب خیلی باید پیاموی افیل دیگه تونده اشتراک کنیم. خب هموطنان گرامی یک زنگ اخیران باشه قبولش میکنیم انشالله خداحافظی میکنیم که زیادی بعد وقت هم رفته. الو و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. برادر آوازتون کمتر چی میاد دل خراش میاد اینترنتتون بزه باشه. نه برادر جان سلام علیکم. و علیکم سلام برادر. اگر که 3 دقیقه در بتونی صحبت خلاصه کرده مرحمت آخران زنگ شماین یعنی که قبول کردیم ذره تلفن تمام میشوه مرحمت صحبتونه هر چی کوتاه‌تر بیام که خوبه انشالله. برادر جان من یکم بار زنگ دادم در همین مخالفه همش دوست می‌دارم با خواست الله همش دوست می‌دارم با هم گفتنیم که مقصد ما موضوع تونم میدونم شکرانه کنیم که دخترای ما را مقصد نمی نوروزی و یا یک چیزی سری گل استوسون همی دزیده و برانه زینا کنن مقصد شکرانه کنیم شکرانه کنیم ما شکرانه کنیم که چیزای اینایی زردشتی ما را خوش کردیسن مقصد یکم باره را سیراب کم زدیسن درنی خیلی دلم در لرزه در اومده. چی با دل در زمه؟ خیلی ویدیو نباشه چی با میترسی؟ نه گم در ترسیدن نیست مقصد خیلی یکم باره که قطعی همی بودمایش گم بزنیم برای قدر هم قدر گفتنیم که برادر جان شما را خدا نگهبان باشه و در همین رو با در روی خطر شما گفتی گپا در هر یک مینوت زمان در روی خطر سلامت باشی برادر عزیز. تشکر خدا نگهبان کن. همیشه شما گفتن که ما پراموی افیر کنم مقصد چخیل میشه ما
خدا در دعا و التجا میکنیم که شما همیشه هم خیلی رمان فیروتون نکنید، شما خسته نباشین که تو شما نمایندهاتون کمی همین استا میشه همش انشالله. بله خدا نگهبان برادر عزیز، سلامت باشی. من در امان خدا دفعه دیگه انشالله تیاری میبینیم انشالله و دفعه دیگه خشوتر گپ میزنیم. اگر یک غلط چیزا میدونستم همین نشد همین کار بار در زندان ها در چیا بسیار چیزا را میدونم مقصد همین یکم برم که گپ هم بوم شیده سن. بله خدا نگهبان برادر عزیز. خب اخیرا زنگ بده انشالله. یک زنگ زیاد زنگ یک کسی زیاد زنگ رسید را برداریم اخیرا زنگ هم باشه. الو اینترنتش نبا بیزه بده است. هموطنان عزیز زنگای کسایی را که قبول کرده نتونستم بخشش، زیرا نمیشه اینجا که بعضی‌ها شاید که ساعتی ما با بعضی جا فرق میکنه، یعنی که نمیشه که موزی دمو دیر شده جویگه شاید بر وقت باشه و بیکوره یا وقت داره زنگ میزنه. الو سلام علیکم. و علیکم سلام برادر، اگر که در 2 دقیقه صحبت که بتونی اخیران زنگی ما گفتیم قد میکنیم خیلی شی صحبت داریم. الو اکای زاید شکرونه خدا که برداشتی تلفنومنا. برادر جبازی ها که دیگه 10 بار زیاد بعضیش خیلی گفتم نمیشه که در بلاش تلفن قطع کنی. مرحمت گپ زنیم برادر. اکا میگو اکای زاید. بله مرحمت گوش میکنم. نشتای اکا. بله مرحمت تستر صحبت کنی که ذره تلفن رو میبرم. بله افیر دهین. گاب نیست اکا. همین میگون که همو اوانگاردو ایکو میگون زن همو اوانگاردو را بگم اخی اینه سیابو آخی چند بار زیاد زنگ زد. خب برادرم شاید در حالت عصبی است. ما خیال کردیم اون پیام خوب با مردم اخیر صحبت برنامه میرسونه که حقارت کرد. نه چاپلوسا یا که لگن بردارا و کاسلیسا بدونین که ما نمیمونیم که شما را حقارت کنن. بعضی دم نمیفورتون این گپای ما. خب اخیرانی زنگ بود قبولش کردیم اما متاسفانه حقارت کرد برادر. از برادرایی که پیشنهاد کردین یعنی که خطایی را بعضیت گفتیم بعضیت حتی عکس روان کردین منت داریم تشکر میگم برای همت. و از برادرایی که زنگشون قبول کردن توستیم بخشش میپرسم بازم میگم که ما نمیتونیم که یک بار 10 زنگ قبول بکنیم یا که همه زنگای کسی زنگ میزنه ما را قبول کرده بتونیم. آخر سخنه یا که برنامه را جمع بست میکنیم. شما را برای وقتی قیمتونه در اینجا صرف کردین خداوند جزای خیر بده پاداش بده و ما را هم هدایت کنه شما را هم هدایت کنه که ای اعضایی که پروردگار برای ما و شما داده است همه وقت اولین درجه آخرین درجه شکرانه از پروردگار بکنیم دیگه هیچ کس نکنیم. پروردگار برای ما کفایه شکرانه خدا را کردی تمام دیگه برای ما و شما کفایه می شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا سخنهای آینده خدا نگهبان.